نگار جان سلام. سلام، خوش اومدی. ممنونم، مرسی. نگار از تپسی امروز مهمون پادکست متریکاپ. خیلی خوش اومدی. یه معرفی میکنی خودتو؟ بله، من نگار پورشبان، سنیور تیم لید تیم کاستومر اکسپریانس و تجربه مشتری تپسی و لید مارکت ریسرچ. خیلی هم عالی. چه خبر؟ چیکارا میکنین؟ سلامتی. همه چی خوبه؟ بله، خدا رو شکر. اوضاع تیم، اوضاع بیزنس فوق العاده. عالی. داری میجنگ. عالی. نگار تو چی خوندی؟ کجا بودی قبلا؟ من البته خیلی اتفاق عجیبی نیست، تقریبا تو کشور ما زیاد اتفاق میفته. من فیزیک پلاسما خوندم دانشگاه، بعدش رفتم سراغ MBA و DBA. خب علاقه‌مندی فیزیک بود، علاقه‌مندی شخصی بود، ولی خب تو سن خیلی کم من وارد شدم به حوزه مارکت ریسرچ. 11 سال تخصصی در حوزه مارکت ریسرچ کار کردم، از شرکت مارکت ریسرچ بین‌المللی مثل شرکت سینوویت، همکاری با ایپسوس و بعد MHA که شرکت مولتی نشنال تو حوزه خاورمیانه بود. تو ایران و امارات کار کردم و 2 سالم هستش که در تپسی هستم. یکی از قدیمی‌های مارکت ریسرچ حساب میشی. بله، خیلی از سن پایین شروع کردم. موقعی که تو 11 سال پیش مارکت ریسرچ داشتی کار می‌کردی، من فکر کنم داشتم تو زمین چمن فوتبال بازی می‌کردم. من هم فوتبال بازی می‌کردم. خیلی هم عالی. الان تو تپسین. بله. تیم مارکت ریسرچتون و CX تون یکی محسوب میشن؟ بله. کلا CX در تپسی خب به معنی واقعی CX داره کار میکنه. CX در تپسی چشم ناظر سازمانه که باید اطمینان حاصل کنه که اون end to end پروداکتی که در نهایت دست مشتری هست در همه زوایا و جوانب داره درست کار میکنه. یعنی از بعد پروداکت گرفته تا حتی از قبلش تبلیغات که گرفته، مسیجی که داره مشتری منتقل میشه، تجربه‌ای که یک مشتری داره، تا بعد خدمات بعد از مصرفی که میخواد استفاده بکنه مثل پشتیبانی و موارد این شکلی. همه اینها که نقطه های تماس ما با مشتریه. یک مشتری از لحظه اولی که وارد میشه که با یک برند کار بکنه، حسش به برند مهمه تا روزی که ازش استفاده میکنه و نیاز داره که ازش پشتیبانی بگیره یا خدمات مازاد بگیره. اینها همش میشه نقطه‌های تماس و CX براش مهمه که بدونه که تمام این نقطه‌های تماس داره درست کار میکنه. شاید هر کدوم از این نقاط دارن جزیره‌ای در یک سازمان کار خودشون رو انجام میدن، هدف گذاری خودشون رو میکنن. مثلا مارکتینگ کار خودشون میکنه، پروداکت کار خودشون میکنه، ساپورت کار خودشون میکنه. ولی اینکه اینا به صورت یک پارچه در نهایت دارن در سمت اهداف سازمان برای رفع نیازهای مشتری فعالیت میکنن یا نه، کنترل این قضیه دست CX. یه بودی از این بخش کار بررسی دیتاهای موجود در خود سازمانه و بررسی درست کار کردن اپ یا مثلا ساپورت یا موارد این شکلی، کنترل کردن تمام خروجی های گزارشی بخش مختلف سازمان. یه بخشش بر اساس دیتاهای داخلی، یک بخشش هم خارجیه، مثل دیدگاهی که یا پرسپشنی که در از مشتری از ما داره، توقعی که از ما داره، نیازی هستش که پاسخ داده نشده، یا چیزی که ما فکر می‌کنیم داره درست کار می‌کنه ولی شاید در دید اون درست کار نمی‌کنه، پیامی که ما منتقل کردیم باید درست بهش رسیده یا نه، که میشه دیتاهای خارج از سازمان. اون بحث در از وارد بخش ریسرچ میشه. پس 2 تا بازوش داره در CX کار میکنه. توی ریسرچ چند نفرین؟ ببین توی ریسرچ نمیتونم بهت بگم ددیکیتد چند نفری، من ددیکیتد دارم کار میکنم، ولی مثلا یک تیم خیلی زیادی نزدیک 40 نفر 45 نفر ایجنت هایی هستن که با تیم ریسرچ کار میکنن و خب مثلا ما میدونیم بیشتر سورس های ما شیرد سورسن. یعنی مثلا دیتا آنالیست ها دارن با ما همکاری میکنن، کراس فانکشنال ما خیلی کار میکنیم، از پروداکت کمک میگیریم، از مثلا دیتا ساینتیست ها توی بخش‌های مختلف کمک میگیریم. یه حجمی هم خب از پروژه ها آوتسورس میشه. درسته. ولی اینکه ددیکیتد بخوان که زمان دیتا ساینتیستی که ددیکیتد لزوما در تیم ما کار بکنه، نه به این صورت نیست. در تپسی کلا شرایط خیلی این شکلی، یعنی خیلی ما سعی می‌کنیم پروژه محور، یعنی بله خیلی پروژه محور. یه سری کار هم که به صورت عمومی مثلا به صورت روتین انجام میشه و منابع انسانی خیلی در از زیاد و که بتونن متناوب روی پروژه کار بکنن نیاز میشه، به خاطر مدیریت بهتر و بهینه‌تر قطعا آوتسورس میشه، یعنی خارج از سازمان انجام میشه. درست. حالا شما توی کمپانی خودتون مطمئنا دیتاهای خیلی زیادی رد و بدل میشه. بله. یه بخشی از این دیتا رو تیم دیتا شاید مثلا براتون پردازش میکنن و در اختیار تیم‌های دیگه قرار میدن، یه بخشش سمت شماست.
سمت شما چند وقت یه بار ریسرچ میکنین؟ هر روز ریسرچ میکنین؟ خب مثلا یه سری تکنیک ها هست که نمیشه هر روز انجام. نه خب من الان بخوام بهت کاملا توضیح بدم. آنالیز بود از هر روز یا نه ببین در تپسی خیلی پروژه‌های مختلفی تعریف میشه. ما یه بخش از پروژه ها رو به صورت دائم از سمت CX انجام میدیم. درسته؟ که یه پلنینگ کاملا، یه برنامه‌ریزی کاملا متناوب داره، سر بازهای زمانی خاصش انجام میشه. یه مثال برات میزنم، مثلا کاستومر ساتیسفکشن یا مثلا MPS که باید حتما در یک بازهای زمانی خاصی انجام بشه که ما بتونیم با هم دیگه مقایسهشون بکنیم یا روند رشد، بهبود یا حتی افولمون رو ببینیم در بازار که باید متناوب انجام بشه. درسته؟ که حجم تقریبا زیادی هم داره. ولی خب یک بخشی هم هستش که میگم هر روز شما هر روز درگیرشین. منظورم اینه یه بخش خیلی زیاده پروژه هم ادهاک میاد، یعنی در اصل با توجه به شرایط پیش میاد که خب اوردر از هم به بخش‌های مختلف از سازمان مطرح میشه. یعنی تیم مارکتینگ، تیم پروداکت، تیم نگهداشت ناوگان، تیم در از ساپورت، تیم‌های مختلفی سوال‌های متفاوتی رو دارن که در زمان‌های مختلف نیاز دارن که بهشون پاسخ داده بشه. حالا یه بخششون در سکندری ریسرچ و باید حتما پروژه براش ران بشه، بخششون پرایمری بعد حتما پروژه براشون ران بشه، یا بخشش سکندری که بعد دیتاهای موجود استفاده بشه. ولی سوال‌ها همیشه ریز میشه. میتونم بهت بگم که روزی نیست که ما درگیر نباشیم، حالا یا درگیر پروژه یا درگیر آنالیزشیم، ولی به صورت متناوب پروژه‌های متناوب، اصولا پروژه‌هایی که بای مانتلی یا بای مانتلی بعد انجام بشه، ماهانه از 2 ماه یک باره که اصولا در همه یعنی یه سری ریپورت ها هست که مانتلی باید آماده کنیم. بله یه سری ریپورت هست که مانتلی، یه سری ریپورت هست بای مانتلی، یه سری ریپورت هست سیزن وایز با توجه به نیازهای مخاطب در فصل‌های مختلف که بعد آماده بشه. خیلی ساده بهت بگم نقطه‌های اصلی بیزینس که نقطه‌های مهمیه، مثل قیمت، مثل رضایت از خدماتی که داره انجام میشه، مثلا دسترسی به محصول، مثل پشتیبانی، مواردی که فاکتورهای همیشگی و زیرساختی یک در از بیزینس مثل بیزینس تپسیان، اینها باید متناوب بررسی بشه که اگر جایی داره اشتباهی برمیخوره یا مشکل ایجاد میکنه ما بتونیم فلگش بکنیم و بگیم که اینجا مشکل ایجاد شده. اونها متناوب انجام میشه. اما یه سری چیزا هستش که شاخه‌ای شاید اصلی نباشه یا یهو پیش بیاد. مثل چی؟ مثلا امکان داره که تیم پروداکت مثلا بخواهد که یک چیز خاصی رو اضافه بکند، یعنی چیزی نباید که تا الان باشه، یک چیزی رو اضافه کرده میخواد ببیند که درست کار میکند یا نه. شرایط این شکلی اینا دیگه میشه پروژه هایی که کاملا موقعیتی مطرح میشن و این تو تپسی خیلی زیاده، چون تپسی کلا یک سازمانی که خیلی پویاست و خیلی داره هر روز تغییر میکنه و هر روز سعی میکنه شرایط رو بهتر بکنه و همه چی توش چک میشه. یعنی تصمیم گیری نیستش که ما انجام بدیم قبلش ریسرچ نکنیم یا کاری رو انجام بدهیم و بعدش ریسرچ نکنیم ببینیم آیا کار درستی رو انجام دادیم، درست پیاده سازیش کردیم یا نه. اینها دیگه پروژه محور هست. میشه گفت تقریبا در ماه مثلا حداقل 2 تا کوئسچن مطرح میشه، 2 تا سوال مطرح میشه. 2 سوال جدید؟ بله. چه زیاد؟ خیلی زیاد. ببین MPS رو اسم بردی میونه صحبتات. من MPS رو دیده بودم توی اپلیکیشن و اولین اپلیکیشنی بودین که توی ایران من دیدم MPS رو ران کرده. از سمت تیم شما بوده MPS؟ بله از سمت CX بوده. و هنوزم هست؟ هنوز هم هست، ولی اون MPSی که مطرح کردم ما 2 مدل MPS داریم دیگه. یعنی یه مدل MPS داخل اپلیکیشنی که شما میبینید که با توجه به سینگل راید، به توجه به سینگل سفریه که هر تک سفری که اتفاق میفته که ما یک MPS میگیریم. یک بخشی هم هستش که MPS برند دیگه، یعنی به صورت کلی یک برند. اینو دیگه توی همون پروژه ریسرچتون میبینید؟ اون دیگه ریسرچه و متنوع. بعد این چند وقت یه باره؟ این هست هر ماه. هر ماه هست؟ بله. به نظر میاد که برای مارکت ریسرچ خیلی دارید خیلی ولیو میذارید، یعنی خیلی هزینه دارید میکنید. بله خب کلا تپسی خیلی معتقد بر اینه که دیتا دریون خیلی دیگه، یعنی همه مدیر عاملتون هم که قبلا توی شرکت‌های دیتا کانسالتینگ و دیتا هم احتمالاً دیگه فکر کنم آره تو کار دیتا هم بوده، خیلی معتقد بر اینه که همه چی باید دیتا دریون باشه. یعنی آره مثلا اینکه ولیو براتون ببین تصمیمی گرفته نمیشود مگر اینکه دیتای حمایتگر و ساپورتیو داشته باشد. یعنی اگر که قرار باشه که شما ایده‌ای بدهید به صرف اینکه این ایده است و مثلا خوب ما فکر می‌کنیم که خوب عمل می‌کنه یا ما فکر می‌کنیم که این مثلا اگه ریپورتی می‌دهید که ما این کار رو انجام داده ایم و خوب عمل کردیم یا بد عمل کردیم، به صرف اینکه دیدگاه من کارمند اون سازمان یا لید یک تیم چه چیزی هست لزوما سنجیده نمیشه. دیتای ساپورتیو نیاز داره که اون دیتای ساپورتیو بخشش آنالیز دیتای داخلی سازمانه، یک بخش هم دیتای مارکت ریسرچیه. یعنی اگر ما یک کمپین مارکتینگی انجام میدیم بزرگ
و فکر میکنیم که کمپین خوبی انجام داده ایم، باید حتما دیتای ساپورتیو براش داشته باشیم، حتما اد افکتیونس تست خواهد داشت. یا اگر این که مثلا ما معتقد بریم که به عنوان مثال قیمتمون خوبه و با توجه به دیتاهایی که داریم از دیتای تیم، دیتای داخلیمون آنالیز میکنیم یا میدهیم، باید حتما پرسپشن مخاطب و مشتری هم که داره ما خدمات میگیره به آن چیزی که ما داریم ریپورت میدهیم نزدیک باشه. اگر گپ داشته باشه یعنی یک جای کار مشکل داره. برای همین همیشه برامون مهمه یعنی که دیتا در اصل دیتای ساپورتیوی حتما برای حرفی که میزنیم وجود داشته باشه. یه بخش از این دیتا داخل سازمان انجام میشه، یک بخشش هم که خب نیاز داریم که حتما باش ریسرچ بکنیم. اما اینکه میگم 2 تا کوئسچن 3 تا کوئسچن در ما اتفاق میفته لزوما پروژه بزرگی نیست، شاید پروژه‌ای باشه که ما بتونیم این هاوس هم انجامشون بدیم. مثلا یک تغییر کوچیکی در ساپورت ما انجام دادیم برای اینکه مثلا ببینیم که خدماتمون بهتر شده. برای اینکه ببینیم آیا واقعا این اتفاق افتاده، حتما یک نمونه حداقلی باید باشون ریسرچ بشه، سروی بشه و ببینیم که اونها هم همینجوری که ما فکر میکنن یا نه. آیا تأثیری گذاشته در تجربهشون یا خیر. شاید خیلی کوچیک باشه ولی حتما هست. درست. بعد در مورد MPS گفتم فقط از MPS استفاده میکنین برای سنجش رضایتمندی یا روش دیگه هم هست؟ نه ببین سنجش رضایتمندی، خب ببین MPS رو من زیاد باید باز کنم، قطعا میدونی بهتر من، ولی اگه بگی بهتره. کلا توتال MPS اسکور که ما میگیریم خب فاکتورهای زیادی براش مطرح میشه. در هر بیزینسی یه مدله. من نمیخوام لزوما راجع به تبس، میخوام خود ملموس تر بشه. ببین مثلا امتیان ایرانسل رو مثال بزنم. مثلا در یک چیزی مثل ایرانسل یا هر سرویس مخابراتی، خب خیلی فاکتورها برای اینکه من حس خوبی داشته باشم یا راضی باشم. MPS میدونی که رضایت من نیست، کاستومر ساتیسفکشن نیست، میزان تمایل من به معرفی اون سرویسه، یعنی من برای لویالتی بیشتر به نظر یک لویالتی رسیده باشم و مخفف نت پروموتر اسکور دیگه، یعنی شما چقدر میتونی پروموتر بیزنس باشی. دقیقاً. کاستومر ساتیسفکشن که اصولا مثلا از اسکیل 1 تا 5 استفاده میشه، بحث رضایت از یک خدماتیه. ولی من امکان داره که مثلا از یک چیزی برند راضی باشم، حالا یک بار ازش استفاده کردم ولی هنوز به اون مرحله، اون جایی از هرم که منو لویال میکنه و وفادار میکنه نرسیده باشم. من نخوام اینو پروموتش بکنم. حالا چه چیزهایی که این باعث میشه که من پروموت بکنم؟ خب یه بخشش بحث خدماتی که من دارم دریافت میکنم، که این خدمات چقدر پاسخگوی نیاز من هست و من چقدر ازش راضیم، که حالا فاکتورهای مختلفی داره. مثلا در یک مخابرات آنتندهی، نمیدونم قیمت، نمیدونم به قول معروف پوشش دهی شبکه، سرعت اینترنت و موارد این شکلی. جایی مثلا تپسی میشه که ماشین گیرم میاد نمیاد، نمیدونم قیمتش خوبه یا نیست، اپلیکیشنش راحت هست، خدمات پشتیبانیش مناسب هست یا نه. یه بخش اون سرویسی که دارم دریافت میکنم، یه بخشم حس من به اون برند دیگه، یعنی که چقدر این برند زبان خوبی با من داشته، چقدر با من احترام گذاشته یا چقدر سعی کرده حرفای منو بشنوه که من یه خورده احساس کنم که دوست دارم هی از این استفاده بکنم و دوست دارم دوستامم از این استفاده کنم، بیاین تو این چرخه. مثلا من یک مرحله از رضایت گذشتم، وارد فضای در اصل وفاداری شدم. خب تو نت پروموتر اسکور شما یه بخشی داری افرادی که شما رو پیشنهاد میکنن، یه بخش داری افرادی که اصلا دوست ندارن شما رو پیشنهاد بکنن و حتی امکان داره مانع دیگران بشن. که این درصده که بهش میگیم دیترکتور یا افرادی که از ما رو نمیخوان پیشنهاد بکنن، شاید حتی خیلی خطرناک‌تر از افراد ناراضی لزوما باشن، یعنی به مرحله رسیدن که از ما دارن فاصله میگیرن. واسه همین اصولا MPS یه مقدار پیچیدگی‌های بیشتری داره. این که حالا شما مثلا به قول معروف متناوب این کار رو انجام بدی، چون داری بیزینست رو به صورت کلی از جنبه‌های مختلف می‌بینی. داری می‌بینی که آقا خدماتم چجوری بوده، برخوردم چجوری بوده، پرسپشن مشتریم چجوریه، مثلا حالا قیمتم چجوریه، پشت فاکتورهای خدماتیم چجوریه، همه اینها هست. خب این همیشه دائم انجام میشه. اما یه جایی امکان داره که ما فقط به صرف کاستومر ساتیسفکشن از یه پروداکت خاص رو بخوایم، نخوایم لزوماً پکیج کلی بیزینس و برند رو ببینیم. مثلا ما می‌خوایم ساتیسفکشن رو ببینیم از مثلا باشگاه مشتریانمون، یا ساتیسفکشن رو بسنجیم مثلا راجع به محصول جدیدی که لانچ کردیم. اون موقع خب میایم سروی های کوچیک‌تری رو، سروی های کاستومر ساتیسفکشن رام می‌کنیم که به صرف یعنی همه سعی می‌کنیم بایاس‌ها یا سوگیری‌های عمومی بیزینس رو حذف بکنیم و صرفاً به اون فاکتور بیزینس برسیم. که خب از متدهای مختلف استفاده می‌کنیم، از آنلاین سروی‌ها استفاده می‌کنیم، از نظرسنجی‌های حالا تلفنی یا فیس تو فیس که به خاطر کرونا الان دیگه فیس تو فیس نیست، یا فوکس گروپ برگزار می‌کنیم، سعی می‌کنیم با آدم‌ها گفتگو کنیم. مخصوصاً الان فوکس گروپتون آنلاینه یا
کلا کنسل شده؟ نه، فوکس گروپ های ما با تعداد نفرات مثلا کم، خب ما چون فضای بزرگ داریم که اجرا بکنیم تعدادش کمتر شده، یعنی میزان برگزاریش یک مقدار کمتر شده. خب مثلا اگه قبلا 8 تا 10 نفر مثلا می اومدن، الان خب تقریبا 4 تا 6 نفر شاید بیان که ما بتونیم توی اون محیط برگزار بکنیم. خیلی تعداد کمتر شده که بتونیم پروتکل‌ها انجام بدیم. خب برامون محدودیت ایجاد کرد. نه به صورت آنلاین نیست. یک بخشی هم هستش که خب یه زمانی هم الان خب مثلا شاید این دپت اینترویو همون بیشتر شده باشه، یعنی مصاحبه‌های کیفی که تک به تک انجام میدیم، یعنی لزوما فوکس گروپ میتونه نباشه. ولی برای پاسخ به سوالت که گفتی برای رضایت مشتریان فقط ام پی اس رو میگیری، گفتم متناوب ام پی اس انجام میشه. درسته. اما پروژه محور بله پروژه دیگه مطرح میشه. حالا اگر بخوام تکمیل بکنم صحبت‌های شما رو، توی 2 تا میشه گفت قسمت کمی و کیفی دارید میبینید دیگه کار رو. اگر MPS رو کمی حساب کنیم، فوکس گروپ و این دپت اینترویو میشه حالا کیفیش. درست میگم؟ همه این مواردی که گفتی این هاوس انجام میشه؟ نه، ما تقریبا میتونم بگم شاید مثلا 70-80% پروژه ها آوتسورس میشه. پروژه های بزرگ همیشه آوتسورس میشه غالبا. حالا دلیلش رو میتونیم بعدش پروژه صحبت بکنیم، ولی بله فوکس گروپ ها این هاوس انجام میشه. پروژه هایی که کانفیدنشالی و محرمانگیش برامون خیلی بالاست حتما این هاوس انجام میشه. پروژه هایی که خیلی سوگیری نداشته باشه نوع سوال ها از سمت مخاطب، حالا اگه بخوام راجع به سوگیری هم میتونیم بعدش صحبت بکنیم، میتونیم این هاوس انجامش بدیم، یعنی حتی تماس تلفنی، پروژه های تلفنی یا فیس تو فیس رو این هاوس انجام بدیم. یا پروژه‌ای که حالا میتونیم یعنی بیشتر میخوایم ازش اینسایت و اینپوت بگیریم و لزوما دقت یک دیتای ابسولوت برامون مهم نیست، میتواند که این هاوس انجام بشه. اما جاهایی که بحث به قول معروف دیتای ابسولوت در همه سازمان‌ها تقریبا فکر کنم این هست، جایی که دیتای ابسولوت و دقیق یک عدد و یک متریک برامون مهمه، چون که نمیخوایم که ارورها از سمت سوگیری‌ها و بایس‌های در از مخاطب انجام بشه یا حتی خود ما به عنوان مجری باید حتما آوتسورس میشه. پروژه های بزرگ مثلا پروژه های سنجش فضای رقابتی حتما باید یک ترد پارتی و یک نفر سومی برای ما انجام بده. درسته. واسه همین پروژه های بزرگ تقریبا میشه گفت آوتسورس میشه در تپسی. یکی به خاطر بحث ریلایبیلیتی و دقت دیتا، یکی هم به خاطر بحث حالا مدیریت بهتر هزینه و منابع انسانی. البته خب یه سری زیرساخت‌ها لازم هست برای پروژه‌های خیلی بزرگ دیگه. مثلا حداقلش یه تیم بزرگ مثلا میدانی لازمه، شما یه سری ریسرچ‌ها رو انجام بدید. درست میگم؟ دقیقاً. اگر آنلاین انجام ندی. بله. بعد اون آنلاین سروی‌ها که گفتی انجام میدی از طریق چه چنلاییه؟ خیلی آنلاین سروی برای ما کمه. خب یعنی ما خیلی تعداد سروی هایی که آنلاین انجام میدیم کمه، چون در تپسی یک مقدار در بعد سروی کردن، بعد سامپلینگ و جامعه مخاطبی که در اون دیتا شرکت میکنن برامون مهمه. واسه همین یک مقدار میزان تعداد آنلاین سروی هامون کمتره، چون میزان کنترل جامعه مخاطب برامون کم میکنه، مگر اینکه مثلا مختص بخوایم که حالا یک جامعه خاصی باشه، مثلا سوشال مدیا یوزرها به صورت عمومی، یا مثلا در از افرادی که حالا سفیرای ما و راننده های در از به صورت عمومی که حالا یا عالم چنل تلگرامی یا این چیزا براشون وجود داره، یوزرایی که مثلا همون لحظه دارن استفاده میکنن. آره مشخصه. یا مثلا به قول معروف یک چیزی که میخوایم این اپ خودمون بدیم، به قول معروف با یه این اپ یا آن سایت مثلا. دقیقاً. اینا رو مثلا ما آنلاین انجام میدیم. خب آنلاینایی که انجام میدیم از چند تا طریقه. یکی این هستش که در از این اپمون استفاده میکنیم، از این باکس هامون استفاده میکنیم، SMS میزنیم برای افراد، یک لینک رو بهشون میدیم، ازشون میخوایم که تو سروی ما شرکت بکنن. این زمانهایی که برامون مهم نیستش که بفهمن که ما داریم سروی رو انجام میدیم. یعنی دیسکلوز شدن اسم تپسی خیلی مهم نیست. یعنی از سفیران میپرسیم که راضی بودیم مثلا از خدماتی که مثلا ما تو یک ماه گذشته برای مثلا باشگاه رانندگان دادیم یا خیر. خب یعنی خب مستقیم داره با من کامیونیکیت میکنه. ببخشید وسط صحبتات، تو مسئول ریسرچ سمت فیلیت هم هستی؟ بله. یعنی هم مشتری هم فیلیت. بله. اگر که اینها مثلا میتونه این اپ بره و این باکس انجام بشه، اما زمانی که مثلا ما برامون مهمه که مخاطب لزوما ندونه که ما از سمت تپسی داره این ریسرچ انجام میشه، اون موقع نیاز داریم که در از مدیاهای مختلف استفاده کنیم، مثل تلگرام، در از ایمیل، مخاطبان یک وبسایت خاص، حالا ما باشون مثلا صحبت بکنیم، مثلا با بررسی مذاکره کنیم. موقع این نقش سرد پارتی خیلی بیشتره دیگه. بله. البته لزوما مجریش خودمونیم، ولی درست از مدیای یک ترد پارتی داریم استفاده می‌کنیم. مثلا شاید یه موتیویشنی هم گذاشتن که اگه شرکت کنین پرکشی شرکت می‌کنیم، پرکشی می‌کنیم، یا مثلا حالا این جایزه نقدی رو می‌گیری یا موارد این شکلی. آره مثلا بوده در تپسی هم اتفاق افتاده.
که خب اون زمانها در از پلتفرم ها یا مدیاهای ترد پارتی ها استفاده میکنیم، از یک لینک آنلاین استفاده میکنیم دیگه. فاکتور در از این اپ و SMS سمت خودمون حذف میشه، یا از مثلا اینستاگرام خودمون دیگه استفاده میکنیم. ایمیل هم فکر کنم باید حذف بشه دیگه. بله چون بازم از سمت خود تفسیر. ولی خب مثلا به شما میگم مثلا یه زمانی هستش که حالا این مثلا شرایطی بوده که حالا خیلی کوچیک مثلا اتفاق افتاده، مثلا اینکه شما داری خب مثلا شما میدونید که ما راهکار سازمانی هم میدیم، پنل سازمانی داریم به موارد این شکلی. خب مثلا مخاطبمون مثلا شرکت‌ها و سازمان‌ها، اون موقع خب میتونیم از در از افرادی که ما تا حالا این کار نکردیم، ما دارم بعد مثال میزنم که میشود که این کار رو کرد. مثلا من مخاطب پنل سازمانی دارم، میخوام نیازسنجی کنم که سازمان‌ها چه نیازهایی رو دارن و من چه چیزایی باید در پروداکتم ببینم. اون موقع میتونم از مدیا یک ترس پارتی که با سازمان‌ها مثلا اونم داره راهکار سازمانی میده، ولی خب راهکار سازمانی تاکسی اینترنتی نمیده، خب من میتونم ازش درخواست بکنم که اوکی اون افرادی که سابسکرایب کردن توی لتر تو یا مثلا توی نظرسنجی خود شرکت میکنم، مثلا ازت خواهش میکنم که لینک پرسشنامه من رو هم قرار بده. یعنی میتونم اون موقع از یه پلتفرم یک ترد پارتی استفاده بکنم که تارگت آدینسش دقیقاً همون تارگت آدینسی که من میخوام، ولی میخوام هم نفهمن که از سمت تفسیر داره ریسرچ انجام میشه. خب قطعا میدم که یک ترد پارتی خب با هم اونجور جاها سامپلینگ براتون اولویت نیست که این کارو میکنین، چون روی سامپلینگتون تاثیر میذاره دیگه، درست میگم؟ یک جاهایی میشود این سامپلینگ رو کنترل کرد، یک جاهایی نمیشود کنترل کرد. مثلا من میخوام سازمان‌هایی رو انجام بدم که بیگ سایزن، مثلا برام مهمه که سازمان‌هایی باشن که بالای مثلا 400 تا کارمند دارن، رونیوشون بالای اینقدره، یا مثلا به قول معروف دارن از راهکارهای سازمانی مخابراتی استفاده میکنن. برام مهمه مثلا میگم اون کسی که سیم کارت سازمانی استفاده میکنه، یا مثلا اون کسی که داره هزینه مثلا تلفن کارمندش رو میده، احتمالاً هزینه رفت آمدش رو هم حاضر باشه بدهد و شاید تارگت من باشه. مثلا بیگ سایز ها برام مهمه. شرکت های پخش مثلا به نظرم میاد که مثلا شرکت پخش مثلا شرکت مناسبیه برای پنل سازمانی من، چون خیلی در از نیروی فیلد داره که نیاز داره که براشون حمل و نقل تامین کنه. خب یه جاهایی هستش که اینجوری نیستش که لزوما من از یک ترد پارتی استفاده کنم و نتونم سامپلینگ رو کنترل بکنم. مثلا من از یک ترد پارتی که داره راهکار سازمانی مثلا مخابراتی میده ازش درخواست بکنم و خودش این سیستم فیلترینگ رو داره. یا به عنوان مثال من میتونم جامعه مخاطبی رو هدف قرار بدم با یک سری کوئسچن و سوال فیلتر کننده. یعنی مثلا من میخوام به یک جامعه 400 نفره با این ویژگی برسم، شاید مجبور باشم که با 4000 نفر شرکت بکنن، یا مثلا 1000 نفر 2000 نفر شرکت بکنن. بعضی وقتا شما برای اینکه بتونی سامپلینگ رو کنترل کنی ولی خب توانایی فیلتر کردن و اسکرین کردن رو نداری، اونجاست که ما میتونیم جامعه مخاطب بزرگتری رو تارگت بکنیم، اما با یک سری سوال قربارگری پارت اسکرینینگ در پرسشنامه‌مون نزدیکشون بکنیم به اون تارگت آدینس خودمون و مثلا اون دیتا رو بعداً بیاریم و آنالیز بکنیم. این روش‌هایی که اسم بردی، فوکس گروپ و این دپث اینترویو و حالا مثلا مصاحبه باز و یا یه سری روش‌های کمی دیگر رو تجزیه و تحلیلش با خودتونه یا اینم باز آوتسورس انجام میشه؟ بخش عظیمش با خودمون هست ولی خب یک بخشش هم در از آوتسورس میشه. اصولا کیفیتشون توسط خودمون انجام میشه. برای این کار از ابزار خاصی استفاده میکنین؟ از نرم افزار خاصی استفاده میکنین؟ نه، برای در از دیتاهای کمی که خب SPSS و در از اپلیکیشن های این شکلی، پروگرامرهای این شکلی استفاده میکنیم، یا حالا مدل سازی ها یا متریکا که خودمون ست کردیم که حالا کاملا منوال انجام میشه در از حالا با ابزارهای خیلی ساده مثل اکسل انجام میشه، ولی خب مدلش نوشته شده قبل یا مثلا متریک ست شده. درسته. بود کیفی هم به خاطر اینکه بود کیفی در تبصره خب خیلی میزان حجم ریپورت های کیفی نه تبصره خیلی کمتر از کمیه. اصولا از مثلا تکنیکایی مثل کدینگ کردن و نزدیک کردن به متریکای خودمون از اونها استفاده میکنیم. خیلی برای بود کیفیمون از تولز خاصی استفاده نمی‌کنیم. حالا همون کدینگی که گفتی هم اینا یه سری از روش‌هایی که در واقع توی کیفی استفاده میشه از نرم افزاری میشه استفاده کرد که این کار رو آسان‌تر میکنه، مثلا ویژوالایز تر میکنن، محیط رو یوزر فرندلی تر میکنن. یه نرم افزاری هست به اسم مکس کیو که البته بیشتر توی فضای آکادمیک استفاده میشه برای ریسرچ کیفی و فکر کنم اونم ابزار خوبی باشه. البته پولیه. بله همشون پولیه، مثلا کوانتوم هم هست پولیه، ان ویوو هم هست. نگار تو اگه خودت بخوای یه پروژه مارکت ریسرچ رو تعریف کنی، حالا مثلا ممکن از یه نفر بپرسی بگی که مارکت ریسرچ چجوریه، اون مثلا مستقیما از مثلا سامپلینگ شروع میکنه، مثلا از یکی دیگه میپرسی مارکت ریسرچ رو اولین استپش رو
از مثلا از دیتا گدرینگ شروع میکنه. این مطمئنا پروژه‌ایه که چند تا استپ باید داشته باشه دیگه و هر کدوم باید به ترتیب انجام بشه. تو از نظر خودت مارکت ریسرچ شامل چه استپایی میشه؟ یعنی تو به عنوان کسی که درگیر این کاری از چه استپی شروع میکنی و کجا تموم میکنی مارکت ریسرچ رو؟ من استپامو میگم اگه که لازم شد دیتیل بریم توش. از سوم میگی؟ جان؟ از کجا میگی؟ میگم من استپا رو تو ذهن خودم میگم و میتونم فکرم گفتیم میخوای از استپ سوم بگی. نه دلیلش هم میگم. برای من اولین چیز اینه که اصلا سوال چیه؟ مسئله چیه؟ مشکل کجاست؟ چه چیزی رو قراره ما پاسخ بدهیم؟ فاکتور اولی مرحله اول برای من یعنی اینکه سوال چیه؟ درست. مشکل چیه و به چه چیزی قراره پاسخ بدهیم؟ بعد از اینکه حالا قراره که به این پاسخ بدهیم، یعنی بعد از اینکه حالا مسئله چیه، مشکل چیه، اینجا سامپلینگ مطرح میشه. اینجا مخاطبش برای من مطرح میشه که حالا چه کسی قراره که درگیر بشه. یعنی پروسه اول من برای درک مسئله است، بعد درک جامعه مخاطبه، بعدش بود دیزاینه، حالا با چه سیستمی دیزاین بشه، بعد خب گدرینگ اینفورمیشن، آنالیز و ریپورت. و کدوم استپاش هستن که تو مستقیما درگیری؟ همش هست. در جریان همش هستی، ولی اونایی که خیلی بیشتر درگیری میشه فکر میکنم آنالیز و ریپورت اگه اشتباه نکنم. دیزاین خیلی در دیزاین درگیرم. یعنی دیزاینه هی چیزیه که میره برمیگرده دیگه، بین شما و ایجنسی هی میره برمیگرده و در نهایت به یه چیزی میرسی. دیزاین رو تو چی تعریف میکنی؟ دیزاین توی مارکت ریسرچ رو به نظر تو چی خواهد؟ همینو میخوام بگم که گفتم این فاکتورها مهمه. یه تفاوتی همیشه وجود داره بین یک مارکت ریسرچر، یک آژانس مارکت ریسرچ و یک سازمان یا یک برند که داره یک خدمات رو ارائه میده. ببین تیم مارکت ریسرچ و یک آژانس یک نالجی رو داره، یک دانشی رو داره، یک تجربه‌ای رو داره در اجرا. به عنوان مثلا یک سازمانی مثل سازمان قبلی که من توش بودم، کمپانی MHA که گفتم توی خاورمیانه کار میکرد، بالای 300 تا پروژه در سال انجام میداد و خب فکر کن چه تارگت آودینسی، چه نوع تنوع مخاطبی، چقدر آزمون و خطا، حتی در مورد وردینگ یا کلمه، انتخاب کلمه در یک پرسشنامه و موارد این شکلی. اون یک نالج رو داره راجع به کار تخصصی که داره انجام میده. سازمان ها همیشه یک نالج رو دارن در مورد سرویس و پروداکتی که دارن، خب که اصولا این میشه که اینا ترجیح میدن این هاوس انجام بدن، یا اون کمپانی هم میگه خب تو فقط نالج پروداکت تو داری، اینو باید آوتسورس کنی چون من نالج تخصصی این کار انجام دارم. اتفاقی که برای ما افتاد تو تبسی اینه که خب من از ایجنسی وارد در از تبسی شدم و خب یک تفکر اون شکلی داشتم. حالا با این تفکر آشنا شدم. من شاید هیچ وقت تو آژانس بودم کارفرما رو نمیفهمیدم. درسته. و وقت پیش کارفرمام الان سعی میکنم به کارفرما توضیح بدم که آقا ایجنسی رو بفهم. علتش اینه که دارین حرفو میزنه. این که میگیم بحث این که من این پله رو اینجوری چیدم، دوست دارم مثلا قبل از اینکه راجع به دیزاین صحبت کنم چون مهمه. خب راجع به درک مسئله صحبت بکنم. ببین اگر مسئله درست انتخاب نشه، درست فهمیده نشه، خب اصولاً نه سامپلینگ درستی برش اتفاق میفته، نه دیزاین درستی برش اتفاق میفته در یک پرسشنامه. مثلا خیلی وقتا میشه که مثلا یه پرسشنامه میاد سمت من از طرف ایجنسی یا از طرف تیم دیگری در سازمان که ما میخوایم مثلا یه همچین چیز رو جواب بدیم. مسئله میاد سمت تو. خیلی وقتا پرسشنامه میاد سمت من. یعنی پرسشنامه هم خود واحدا مثلا یه بار پیشنهاد میدن دیگه، مثلا مین کوئسچناشون رو مثلا میذارن، میگه من مثلا این همچین مشکل مثلا من همچین مشکلی رو دارم و دوست دارم که این پاسخ‌ها رو بهش بدم. خب قبل سوال میاد پیش تو. سوال میاد. آخه پرسشنامه طراحی کردن کار ساده ای نیست. بله دقیقاً همین میخوام بگم. خب قبل از اینکه یک نفر در سازمان ما باشه که مختص مثلا این کارو انجام بده، خب هر دپارتمانی به خودش پیمانکار انتخاب می‌کرد و کار می‌کرد و اصولا میرفت مثلا تو چنل‌های مثلا یه آنالیزور داشتن تو هر تیمی که اون خودش مثلا تصمیم گرفته. خب این مثلا مونده که مثلا پرابلم میاد، مسئله میاد، سوال هم میاد. و مثلا من این مثلا یه مسئله کوچیکی در تبسی ها، یعنی لزوما در تبسی این شکلی نیست. اون زمانی هم که من آژانس کار میکردم
از سمت کلاینت ها وقتی که پروژه می اومد یه دیزاین پیش‌ورز هم میفرستادم، مثلا این پرسشنامه رو می‌خوایم انجام بدیم. به مثلا می‌دیدی که اصلا پرسشنامه با مسئله در تضاده. خب مثلا یه جاهایی در درک مسئله یه سری سوال‌ها یه سری تکنیک‌ها میشه استفاده کرد که اصلا تو این نیست، یعنی تو این پرسشنامه نیست. اون سوالا اون چیزی که باید به مسئله جواب بده رو نمیسنجه. بله دقیقاً. یا اینکه مثلا یه سری چیزای مازاد داره میسنجه که من دارم فقط تایم یک اینترویو رو زیاد می‌کنم و باعث میشه که مخاطبم خسته بشه و نخواد که ادامه بده. یا یه جایی سه چیزا میس میشه، خب دیده نمیشه توی پرسشنامه. واسه همین این درک مسئله مهمه. یا مثلا درک یک مسئله است، بعد مثلا ما میریم با یک سامپلینگ اشتباه انجامش میدیم. مثلا بعد یه مثال خیلی ساده میخوام بزنم که درک بشه. من الان مثلا میخوام اندازه مثلا مارکت ریسرچی نگاه کنیم، مثلا نه فقط راجع به کاستومر ساتیسفکشن، میخوام اندازه بازار در بیارم برای مثلا منی که یک کتاب فروش، چی مثال بزنم، مثلا من فقط کتاب صوتی تولید میکنم، لزوما برم همه آدمایی که کتاب میخونن یا روزنامه میخونن اون درگیر کنم توی سرور. خب اصلا اون مارکت ریسرچ مارکت سایز من رو به من نمیده، چون پروداکتی که من دارم میدم پاسخگوی یک بخشی از نیازهای بازاره و اون پاسخگوی یک بخشی از مخاطبین بازار. من دارم مثل مخاطب رو توش میبینم که اصلا نباید توش ببینم. خب و مثل این میمونه که مثلا مثال بخوام، من می‌خواستم اندازه بازار تپسی پیک رو در بیارم که با ماشین بود. خب سرویس ما الان موتورمون اومده دیگه. میخوام بعد مثال بزنم، من برم مثلا همه مارکت رو در نظر بگیرم. قطعاً اون کسی که مثلا توی بازار موبایل جمهوری دقیقاً مخاطب من نیست. من دارم مثلا پیک خودرو میدم بهش و اون نه فضای استفادهش رو داره، نه اصلا از من استفاده میکنه، نه من امکانه مثلا اینکه یه در اختیارش باشه کل روز بره مثلا براش پخش بکنه و موارد شکلی ندارم. اگه من اونو بذارم تو سامپلینگم، خب دیتای درستی به من نمیده دیگه. یعنی من بعد بیام مثلا اگه ذره جامعه‌مو معطوف کنم به اون نیازی که با اون سوالی که داشتم، مسئله‌ای که دارم و پاسخی که میخوام بدم و دیزاینی که میخوام بکنم. برای همین درک مسئله برام مهمه. این که میگی دیزاین یعنی چی، من اینو میخوام بهت بگم که درک مسئله، اول ببینی مسئله چیه، بعد ببینی جامعه مخاطبش چیه، بعد دیزاین یعنی این که تو بتونی به بهترین نحو ممکن خب ترجمه درستی داشته باشی از پاسخ، این در نهایت بعد از اینکه آنالیزش میکنی ترجمه درستی داشته از پاسخ مخاطب به اون سوالی که اول مطرح شده، پاسخ آن مخاطب خاص به آن سوال خاصی که مطرح شده، یا بالعکس اینکه شما بتوانید حالا دایرکت یا این دایرکت که خیلی وقتا میشه که غیر مستقیم، خیلی مستقیم، بتوانید با کوتاه‌ترین، بهینه‌ترین، مستقیم‌ترین و قابل اعتمادترین نوع سوالگذاری، طراحی و متد تکنیکی که استفاده میکنین به اون پاسخی که میخواهید برسید. مثل این میمونه که شما از من بخواید که من به شما کاستومر ساتیسفکشن بدهم، خب و بعد مثلا نرم لیکرت 5 تایی بزنم، خب یعنی که من درک نکردم که شما میخواید ازت مشتری بگیری و من نیاز دارم که از حتما لیکرت 5 تایی استفاده بکنم. یا مثلا شما به من میگی که من میخوام ببینم چند درصد آدما توی میخواهن مثلا MPS و من نیام از اسکیل 10 تایی استفاده بکنم، یعنی که اشتباه من. بحث دیزاین برای من تعریفش اینه، اینکه شما بتوانید با بهینه‌ترین، سریع‌ترین، کوتاه‌ترین نوع طراحی، انتخاب سوال و تکنیک به دقیق ترین پاسخ ممکن برسید، با کمترین ارور ممکن به اون پاسخ برسید. و برعکس، مثال بر شما میزنم، من میخوام از مخاطبم بپرسم که چقدر شما از این سرویس من به نظر تو برات مناسبه، کاربردیه. خب به جایی که از کلمه کاربردی استفاده بکنم بیام مثلا بهش بگم چند درصد موارد این نظر میبینی، یه فاکتوری باشه که اون نمیتونه تفکیک کنه، مثلا براش 10% با 20% قابل درک نیست. خب شاید من بیام اونو ابسولوت نامبر ببینم ولی دستا که نباید ببینم اونو، بعد مثلا جمله‌ای میدیدمش، خب بعد خودم یه لیکرتی رو با یک تعریفی مثلا از جمله موافق، مخالف یا کاملا مناسب، کاملا نامناسب استفاده میکردم. انتخاب این روش درست به اون درک اون مسئله نیاز داره. یعنی امکان داره من برای یک جایی از لیکرت استفاده کنم، برای یک جایی از اوپن اند استفاده کنم، مثلا برمیگره به درک اون سواله. پس برای من دیزاین یعنی این. برای پاسخ خیلی جالبی بود و خیلی هم کامل. دمت هم گرم. چای سرد شد، حالا نمیدونم میخوای یه تست کنم ببینیم قابل خوردن هست یا نه. اندازه بازار رو میون صحبتات اسم بردی. به نظر تو روش اندازه‌گیری اندازه بازار برای استارتاپی که تازه لانچ شده
ساده ترینش چی میتونه باشه؟ خب ببین اینجا دقیقاً تحقیقات اولیه و ثانویه اینجا مطرح میشه. شما زمانی که بخوای یک استارتاپی رو تازه لانچ بکنی، چون هنوز مسیر توسعه رو نرفتی و شاید حتی ندونی که توسعه به چه سمتی میره، شاید بیشتر این که شما یک اینسایت عمومی بگیری کافی باشه. شما اینجا 2 تا مسئله داری. یک بحث اول اینه که درک جامعه مخاطبت. شما داری به من چه پروداکتی رو دارم، هر استارتاپی که هستم چه پروداکتی رو دارم و این پروداکت داره پاسخ چه زجری، چه درد، چه مشکلی رو از چه مخاطبی، به چه جامعه‌ای. زجر رو خوب گفتی ها. آره مخاطب داره زجر میکشه. سعی میکنم که خیلی از کلمات انگلیسی استفاده نکنم. آره. به قول معروف خودمون توی مثالی که گفتی فکر کنم پروداکتش باید واکسن کرونا باشه. آره اینم خودش تارگت مارکت واکسن کرونا رو داریم. میشه 8 میلیارد. بله. میشه پین یا همون مشکلی که وجود داره، مسئله‌ای که وجود داره. من چه پروداکتی رو دارم؟ یعنی اول اصلا میام روی مدل بیزینسی خودم نگاه میکنم. من چه پروداکتی رو دارم که داره پاسخ نیاز به چه گروهی رو میده. خب این گروه یک عالمه ویژگی داره. ویژگی دموگرافی داره، حالا ویژگی جغرافیایی داره، ویژگی مثلا من نمیتونم یک فروشگاه آنلاین، مثلا خیلی ساده میخوام بگم، مثلا من یک فروشگاه آنلاین پروداکت لاکچری باشم و نیام کلاس اجتماعی مخاطبمو در نظر بگیرم. خب پس حتما باید اینکامش رو در نظر بگیرم، یا مثلا من های تکم، شاید لازم باشه که ادویکیشنش رو در نظر بگیرم. خب یه بخشی درک پاپولیشن یا جامعه مخاطب ماست که برمیگرده به این مدل ما، یعنی ما یک دیتایی رو اولیه بعد از اونها داشته باشیم. یک عالمه منابع وجود داره که منابع اطلاعاتی منتشر شده است که به جامعه مخاطبی برمیگرده. من نیاز دارم که ببینم، من خب اندازه مثلا یک استارتاپی ام، من نیاز دارم ببینم که چقدر از آدم ها چقدر پروداکت منو مصرف میکنن، در چه فریکونسی یا با چه تعداد تکراری، چه حجم پولی رو وارد میکنن، در چه بازه تکرار شونده‌ای، که ببینم که خب اوکی قابل دسترس ترین مارکتی که میتونم بهش برسم چقدره، بعد این داره با چه سیستمی رشد میکنه و من 5 سال دیگه قراره به چه مارکتی برسم. مثلا قطعا اگه الان نمیدونم، اگه اشتباه نکنم، بازار به قول معروف فروشگاه اینترنتی آنلاین حوزه FMCG قرار باشه 19,000 میلیارد باشد، مثلا 5 سال پیش خب این عدد خب خیلی کوچیک‌تری بوده. این رویه رشدش در نظر گرفته میشه. پس من 4 تا فاکتور اصلی دارم: جامعه مخاطبم، چه تعدادن، چقدر پول قراره وارد کنن، در چه بازه تکراری و با چه شیبی دارن رشد میکنن، چقدر قراره بزرگ بشه. پس من به عنوان کسی بخوام اینو در بیارم، اول از همه نیاز دارم که دیتای اولیه‌ای داشته باشم، شناخت از این مخاطبه، چیزی که الان وجود داره. خیلی دیتای منتشر شده‌ای هست، مثلا در کشور خودمون مثلا سازمان آمار هست، پروداکت، مثلا اگه من پروداکت بهداشتی داشته باشم کلی دیتا میتونم از وزارت بهداشت بگیرم یا موارد این شکلی. دیتای پابلیش شده که از قبل وجود داشته، این همون در سکندری ریسرچ خودمونه. یه بخشش هم حالا این هستش که ببینیم که حالا من امکان داره پروداکت داشته باشم که تا الان نیومده. خب اصلا ببینم نیازش هست، چقدر امکان داره نیازه ایجاد بشه و چه بازی. اینجا میام در از ریسرچ براش ران میتونم بکنم. میتونم با یک نمونه گیری مثلا مناسبی، مثلا میبینم که جامعه مخاطب من قراره مثلا 40 میلیون نفر مثلا باشه، 4 میلیون نفر باشه، 4000 نفر باشه، هر چقدر، با یک فرمول سامپلینگی بعد به یک جامعه حد اقلی رو که بتونم رو دیتاشون ریلای بکنم رو انتخاب بکنم، باهاشون یک سروی رو انجام بدم، یک ریسرچی رو انجام بدم که غالبا مثلا حالا این ریسرچ میتونم متدهای مختلفی استفاده بشه، بسته به نوع بیزینس، حالا میخواد فیس تو فیس باشه، آنلاین باشه یا هر چیزی، متدش دیگه به نوع بیزینس و نوع مخاطبش برمیگرده. و بعد بتونم که در اصل سنجش بکنم الان دارد چه کاری میکند، آیا پروداکت من اصلا قرار جایی در زندگیش داشته باشد، آیا قرار تغییر بکنه، آیا ویلینگنس داره، تمایل داره که اصلا از اون پروداکت استفاده کنه. این بحران اون زمانی که من در مورد پروداکت صحبت میکنم که تا الان تو مارکت نبوده. خب این شما الان مثلا میخوای راجع به تلفن همراه بیاری، میگه اوکی ضریب نفوذ مثلا تلفن من نسل سومه، اینقدر مثلا سیم کارت وجود داره تو این کشور، اینقدر ضریب نفوذ اینترنت، پس من اینقدر جامعه مخاطب دارم که میتونم ازشون استفاده بکنم. چرخ عمر محصولم 2.6 مثلا ضرب میکنم، میگم جامعه مخاطب من اینقدره. حالا شما حساب کنید منم یک پروداکت رو میارم که اصلا تو ایران نبوده یا توی کشوری نیست، اونجا مسئله است. اونجا من مجبورم مثل دیتای زیرساختی بگیرم، مثلا میخوام یه فروشگاه اینترنتی خاص در مورد یک چیز خاصی را بندازم،
مثلا یه پروداکتی بیارم مثلا تاکسی اینترنتی روز اولی که داشته می اومده، خب یه دیتای عمومی داره، چند درصد از مردم از حمل و نقل شهری استفاده میکنن، چقدر از آژانس استفاده میکنن، حالا مخاطبه مثلا اونی که آژانس استفاده میکنه. این دیتایی که گفتی و اینا از سکندری دیتا استفاده میکنی؟ یه بخشش در سکندری دیتا. اگه نباشه چی؟ اگر نباشد مجبوریم که گدرینگ داشته باشیم. با تجربه خودت بوده یا نه؟ ببین الان اگرم بوده باشه به نظرم آپدیت نیست. آپدیت نیست اصولا. مثلا دیتاهای مخصوصا دیتایی که در کشور ماست خیلی دیتاهای 5 سال است، یعنی دیتا تقریبا میشه که 5 سال آپدیت میشه، ولی یک ضریب رشدی رو میشه براش حساب کرد. از سازمان ملی آمار شما میگیرید این آمار رو؟ آره یه بخشی رو از سازمان ملی آمار میشود گرفت، یه بخشی رو هم نه، لزوما از سازمان ملی آمار نمیشود گرفت. شما میتوانید که مثلا خیلی وقتا هست میتونی اسم ببری مثلا منابعی که برای سکندری ریسرچ خیلی ساده من به شما بگم شرکت ایران، اصلا همین در ایران میخوام برام مثال بزنم. شما مثلا امکان داره که یک دیتا رو داشته باشین. من به عنوان شرکت مارکت ریسرچ دارم دیتا جمع آوری میکنم. خب یک بخش از دیتا رو حق دیسکلوز دارم، یک بخش از دیتا رو حق دیسکلوز ندارم، ولی یک بخش رو دارم. خب خیلی از شرکت‌های مارکت ریسرچ هستن که دیتاشون رو به روزنامه‌ها میدن، خب که چاپ میکنن. اونایی که منقضی شدن رو نه لزوما میتونه منقضی شده نباشه، مثلا من میتونم دیتا دموگرافیک پابلش بکنم. خب شاید اونایی که در راستای چیزن دیگه، در راستای سوشال ریسپانسیبیلیتیشون هستن رو میدن. بله یک بخش هم هست. مثلا من به عنوان یک آژانس با یک کارفرمایی وقتی که قرارداد میبندم یه بخش محرمانگی دارم، یه بخش غیر محرمانه دارم. مثلا من یک سری دیتا رو میتوانم مثلا بعد از 6 ماه پابلش بکنم. خب حالا باز دیگه واقعا 6 ماه و 1 سال خیلی بهتر از 5 ساله. خب شما میتونید از اون منابع استفاده بکنید. درسته. یا خیلی وقت هستش که من به عنوان مثلا یک کمپانی مثل ایپسوس میام مثلا به صورت روتین خارج از کارفرمایی یا علامه سروی و ریپورت ریسرچ انجام میدم و دیتاشو پابلش میکنم. به هیچ کس تعهد محرمانگی ندارم و اون دیتا در اختیار آدما قرار میگیره. من این مثال میخوام برای شما بزنم. مثلا ما 10 سال پیش که می‌خواستیم دیتاهای جمعیتی رو در بیاریم، خیلی از دیتاها دیتاهایی بود که مثلا از کمپانی‌های ریسرچ خارجی که مثلا کار کرده بودن، به مرور زمان ضریب رشد درآورده بودن که بعد خودشون مثلا مدل سازی می‌کردن، میگفتن آ که جمعیت مثلا تهران 75 بوده، الان که مثلا 79 مثلا این ضریب داره براش اعمال میشود. خب اونم هی آپدیت شده بوده، مثلا با یک سری ریسرچ‌ها که روتین خودشون انجام میدادن به یک سری ضریب رشد میرسیدن. خیلی از آدما نمیدونن که از این دیتا میتونن استفاده بکنن. خیلی از آدما نمیدونن که مثلا با کمپانی مارکت ریسرچ اگه رایزنی بکنن شاید خیلی دیتا بتونن بهشون بدن، چون روتین دارن ریسرچ میکنن. یه بخشی هم اصلا کارفرما نداره، خب میتونن که دیتا رو در اختیارشون بذارن. یه بخشی از دیتا این واقعا شدنیه. بله ما مثلا خودمون با روزنامه‌ها خیلی کار میکردیم، مثلا برای اینکه بهتون دیتا بدن، برای اینکه ما بهشون دیتا بدیم. شما بهشون دیتا. ما وقتی کمپانی مارکت ریسرچ بودیم خیلی مثلا با روزنامه‌ها کار می‌کردیم. آره. سمت تپسی داریم. نه مثلا شما می‌توانید از این دیتاها استفاده بکنید. یه بخشایی، یک بخش‌هایی هستش که شما دیتاهای سکندری رو لزوما پابلش شده نیست. مثلا شما یک سری دیتا در سازمان آمار هستش که فریه و شما در لایبرری و در کتابخونه سازمان ملی آمار می‌تونید بگیرید. اما یک سری دیتا هستش که دارن اما واقعا پرداخت میشه و خرید میشه. شما میتونید خرید انجام بدهید. خب یک سری از بخش دیتا هستش که خب مثلا من به شما میگم شما قراره مثلا یک داروی خاص، کیت آزمایشگاهی خاص، ما تخصصی بگم، تخصصی خیلی این قضیه کمک میکنه. شما الان میتوانید که از سازمان قبلا خیلی سخت بود. قبلا شما اگه می‌خواستید دیتایی از سازمان مثلا وزارت بهداشت بگیرین نمیداد به شما اون دیتا رو، ولی الان شما میتوانید خب با توجه به قانون دسترسی به اطلاعات و سامانه فویا شما می توانید که مثلا سوالتون رو مطرح کنید اگه نیاز دارین به یک دیتای عمومی و اون دیتا رو میتونید دریافت بکنین. حالا شاید حق پابلش کردنش رو نداشته باشین، حق نداشته باشین دیتا رو دوباره ازش ریپابلش بکنید. مثلا میگه من این دیتا رو صرفا به دلیل کار تحقیقاتی خودت بهت میدم، خب ولی نمیتونی، حق نداری از این عنوان یک رپورتاژ خبری مثلا استفاده بکنی. این قوانین نشر، یک دسترسی به آزاد به اطلاعات، یک بخشم بازنشر اطلاعات، اونجا میتونید شما استفاده بکنید. ولی همین سولوشن در اصل کمپانی‌های مارکت ریسرچ خیلی سولوشن خوبیه اگر که بشود باشون رایزنی کرد. مثلا کمپانی‌ها که من نمیتونم الان اسم ببرم ولی همین الان هستن این سری کمپانی که به صورت روتین دارن مارکت ریسرچ میکنن و دیتاهای بروز دارن و میشه ازشون استفاده کرد. یک بخشی هم در اصل اینه که واقعا دیگه نمیشود به هیچ دیتایی رسید. ما مجبور میشیم به همون روش قدیمی مش نمونه خروار، یعنی دیگه هیچ دیتایی نیست و ما موقع مجبوریم که یک جامعه و خب هزینه هم داره برای ما یک استارتاپ کوچیکیم و نمیتوانیم به تدریج بخوام یه بیزینس راه بندازیم، نمیتوانیم، مجبوریم که از یک دیتای در اصل جنرال پاپولیشن بهشون میگیم یا رندوم سلکشن بهشون میگیم که شما مثلا میتونین که در اصل اون دیتا رو بدون هیچ سامپلینگ خاصی صرفا مثلا رندوم انجام بدین که ببینید مش نمونه خروار واقعا تو این جامعه داره چی میگذره. ولی خب ارورش زیاده دیگه، یعنی بخش ارور هم مطرح میشه. بعضیا ترجیح میدن دیتای منقضی شده استفاده کنن، یک ذریب رشد بهش بدن ولی دیتا اروردار نگیرن. بعضیا ترجیح میدن که نه، دیتا رو بیان مثلا حالا میکس کنن با یه سری سوالای دیگه و برن واقعا ریسرچ بکنن و سروی بکنن.
حالا با یک اروری ولی اینپوت نزدیکتری بگیرن، این سایت های نزدیکتری بگیرن به اون چیزی که واقعا داره توش هم اتفاق میفته. خب اوکی، من اینا رو که گفتی قبول دارم، ولی مثلا برای همین پروداکتی مثل تپسی فکر کنم مثلا دیتای اینکه روزانه مردم چقدر از تاکسی استفاده میکنن رو شما نیاز دارید. الان میشه به این سکندری دیتا استناد کرد، یعنی رفت ازشون گرفت یا نه؟ چون من حالا خودم یه زمانی درگیر یه پروژه‌ای بودم برای پروژه مشابه به این توی یکی از شرکت‌های قبلی که بودم و از این سازمان‌ها نتونستم اون دیتایی که میخوام رو در بیارم و آخر سر مجبور شدم که خودم برم پرایمری ریسرچ انجام بدم. این برای این مثالی که زدم به نظرت پرایمری ریسرچ جواب بهتری میده یا سکندری ریسرچ؟ خب پرایمری ریسرچ شما در اندازه بزرگ نمیتونی انجامش بدی. خب درسته. مجبور اندازه کوچیک بگیری. من اصولا راهی که پیشنهاد میکنم چیه؟ اینه که ما میگیم اوکی ما یه سکندری ریسرچی داریم که امکان داره مارجین ارور داشته باشه. خب ارور بزرگی داشته باشه. مثال خیلی ساده، طبقه اجتماعی رو ما ریسرچرها یه چیز میبینیم، چیزی که دولت و سازمان‌های دولتی به عنوان دهک اجتماعی میگیرن یه چیز دیگه است. خب مثلا ما میگیم بالای مثلا 9 میلیون تومان طرف مثلا تو SCC یک قرار میگیره و اونا مثلا میگن نه بالای 5 میلیون تومان تو SCC قرار میگیره. من مجبورم دیتا ریزو بگیرم، خودم بیام ست بکنم با دیتایی که خودم تحت نظرم، به فیلترینگش رو عوض بکنم و بگم اوکی اون چیزی که من میگم اینه. خب تغییر بدم، مثلا اون امکان داره عدد اون اینجوری باشه که مثلا 20% 5% ایان، مثلا 5% 10% بیان، بقیه مثلا 25% سی ان، بقیه دی او ایان. امکان داره این عدد برای من بشه 2% مثلا 8%، بقیه مثلا 32 و دی. این چیزیه که من میام ترجمه میکنم. من اون دیتایی که هست، جایی که شما دسترسی به را دیتا دارید، به دیتای خام داری، مثلا در مورد دهک عمومی شما دسترسی به دیتای خام داری، در مورد طبقه بندی سنی شما دسترسی به دیتای خام داری. خب یعنی لزوما خب مثلا نیازی نیستش که مثلا من حتما همون فیلترینگی که اون سازمان ها برای پابلش استفاده کنم. میتونم دیتا خامو بگیرم از آنالیز خودم استفاده بکنم. خب این خیلی در مورد دهک‌های بودهای دموگرافیک تعریف میشه، مثلا در مورد دهک‌های کلاس‌های اجتماعی، مثلا در مورد سن، در مورد موارد این شکلی بله. ولی شاید در مورد چیزا مثل یوزیج استفاده نشه. مثلا ما دیتایی که راجع به شرکت‌های خصوصی داریم خیلی برمیگرده به دیتای مالیاتی در کشور. خب خیلی ها فرار مالیاتی دارن، خب یا خیلی اصلا ثبت نشون، یا خیلی چرا خاموش کار میکنن، یا خیلی مثلا به عنوان مشاغل کاذب دارن کار میکنن ولی مخاطب منن و من اونها رو نمیبینم. خب این میشه اون اروری که اون دیتای سکندری داره. من پیشنهادم چی در این شرایط؟ من میگم بیا نه یا کلا استناد کن به پرایمری ریسرچ خودت، چون پرایمری ریسرچ خودت خیلی جاها هستش که چه اتفاقی بر شما میفته؟ شما جامعه کوچیکه و امکان داره خیلی چیزا رو میس کرده باشی. خب یا جامعه انقدر کوچیکه نتونی انقدر پوشا نباشه که بتونه همه رو ببینه. شاید یکی از راهاش میکس کردن این دو تاست، یعنی سکندری پرایمری ما بیایم میکس بکنیم. ما از سکندری دیتا بگیریم، یه دیتای داریم خب که یک ضریب اروری داره، من بعد اون ضریب ارور رو پیدا بکنم. اونجا که نیاز دارم ضریب ارور رو پیدا بکنم میتونم یه پرایمری ریسرچ راه بندازم، به یک دیتای میرسم دیگه. خب که اون دیتا یه گپی داره، مثلا یک گوشه. مثلا من اگه بیام به این فکر کنم که آقا من هر سگمنتم، هر شرایطم مثلا باید حداقل 400 تا اینترویو باشه توی مثلا یک سیستمی که 100 تا سگمنت داره، خب من نمیتونم مثلا انقدر اینترویو انجام بدهم. خب میتونم یه سگمنت، دو سگمنت رو سلکت بکنم، برم براش پرایمری اینترویو ریسرچ انجام بدهم و بعد مثلا اون مارجین ارور رو ببینم که بین دیتای من و دیتایی که وجود داره چقدره. زمانی که دیتا هست ولی ما میگیم دیتا منقضی یا دیتا مثلا وجود خارجی نداره، وجود خارجی داره ولی امکان داره ارور داشته باشه، میتونم مارجینش رو انتخاب، یعنی اون میزان فاصله‌شو در بیارم، ضریب ارورش رو در بیارم، اون دیتا رو بروز کنم، بیام تعمین بدم به کل دیتای سکندری که گرفتم. چون واقعا برام مثلا 40000 تا اینترویو سخته، ولی مثلا میتونم مثلا 800 تا اینترویو انجام بدم و بیام مثلا 2 تا سگمنتشو در بیارم، یه عدد ملموسی بهم میشه دیگه. در نهایت هم میدونم من به عنوان یک استارتاپ جدید میخوام که اینسایت بگیرم، اینپوت بگیرم، شاید خیلی دیگه اکورات دیتا، یعنی بتونم تا یه اروری تحمل بکنم. یه جایی هم هست که اصلا دیگه دیتا وجود نداره، به قول حرف شما هیچ دیتایی وجود نداره، اونجا دیگه مجبوری پرایمری ریسرچ بکنی. من دارم میگم مادامی که مجبور نیستی پرایمری ریسرچ بکنی یا میتونی پرایمری ریسرچ تو کوچیک‌تر انجام بدی و صرفا ضریب در بیاری، چرا باید این کارو بکنی در اول کارت؟ میتوانی دیتایی که وجود داشته کمک بگیری، یا اینکه بیایم مثلا به قول معروف
اگه دیتایی نیست دیگه اون موقع مجبور به پرایمری ریسرچی. اون موقع هم باید سعی کنی اگه میخوای کاست افکتیو باشی کوچیک بکنی هرمتو یا هر چیزی، حالا جامعه مخاطبته، هر چیزی واسه بیزینسته، تا اونجا که میتونی مرحله به مرحله بری جلو که بتونی دیتای ریلایبل انجام بدی. من بحثم این نیست که ریسرچ کردن کار بدیه، ولی من بحثم اینه که ریسرچ بد کردن هم جواب خوبی به ما نمیده. یعنی اگه سامپلت کوچیک باشه، سامپلت ریلایبل نباشه، متد درستی استفاده نکردی، بعضی وقتا منحرفت میکنه از بازی. واسه همین میگم من به شخصه ترجیح میدم که یک مارجین ارور داشته باشم، اما دیتام برام حداقل ترند کلیش درست باشه، حداقل پیکچر کلیش درست‌تر باشه، بتونم جامعه بزرگتری رو ببینم. درست. مرسی از توضیحاتت. توی همه سوالات انقدر توضیح میدی که آدم شگفت زده میشه از توضیحاتی که میدی. بعد یه سوال، فرض کن که حالا یا سکندری ریسرچ یا پرایمری ریسرچ رفتی انجام دادی، برای همین مثالی که خودت زدی، گفتی مثلا میخوای برای پروداکت جدیدتون که پیک هست یه ریسرچ انجام بدی، اندازه بازار در بیاری اگه اشتباه نکنم. بعد از اینکه ریسرچ رو انجام میدین چه جوری میفهمی که این دیتا که در آوردی درست بوده؟ یعنی این چجوری بگم، یعنی این اعتماد به دیتا رو چجوری کسب میکنی؟ ببین بحث درست بودن دیتا تو 3 فاز انجام میشه به نظر من. فاز اولی که شما اگه سامپلینگ درست باشه و دیزاینت مناسب، یعنی بحث قبل از اجراست که باید تا اونجایی که میشه سعی کنی که اسکرین کنی و در سوگیری و بایس نداشته باشه. خب مثلا این که من بخوام بر چند مثال بزنم، مثلا این که من کاستومر ساتیسفکشن رو در میارم از طرف یک ترد پارتی و مثلا یا مثلا توی دیزاینی مثلا میام سوال بهتری میپرسم یا کاستومر مثلا با لیکر در میارم یا هر چیزی، مثلا به یک عددی میرسم بعد با متد اشتباه میرم یا بعد عدد دیگه میرسم، خودش داره من نشون میده که من اینجا اسکرین کردم. مثلا زمانی که یک ترد پارتی انجام میده میخواد ببینه مثلا مردم منو چقدر دوست دارن، مثلا به من میگه 60%، مثلا من ساتیسفکشنم میشه 65% و مثلا خودم انجام میدم میشه 75%. این همون بایس است که اسم اینو چی میذارین؟ این که گفتی مردم چقدر منو دوست دارن، اسمشو برند لاو میذارین یا چیه اسمش؟ چی رو اندازه گیری میکنین که فکر میکنین مردم شما رو دوست دارن؟ ببین ایموشنال انگیجمنت مثلا. ایموشنال انگیجمنت. آره. مثلا من میام ایموشنال انگیجمنت رو در میارم، مثلا من مثلا عددم در میاد اونور 65، اینور در میاد 75. من یه گپ 10 تایی دارم دیگه. این به خاطر اونه که مخاطب با من حرف زده، با من برند ترس داشته، سوگیری داره. خب میخواد بگه باشه من تو رو دوست دارم. باشه بابا نکنه اگه نگن دوستش دارم به من خدمات خوب نده. خب میشه مثلا همین باشه بابا تو خوبی. آره تو خوبی. آره این مثلا میشه سوگیریه. خب من وقتی آوتسورس میکنم، وقتی مثلا دیزاینمو درست انجام میدم و همه اینها یه سری بایسا رو میگیرم. خب یه بخشش هم پارت بعدی، پارت در اصل اجرای پروژه است. من مثلا اینه که اصولا دیتا ساینتیست‌ها فقط آخرش رو میبینن، خب که آزمون گرفتن از دیتاست. من میگم یا قبلش هم ببینیم. خب توی اجرا مثلا چی میشه؟ اجرا اینجا مهمه، QC تو باید کنترل بکنی. خب اینکه چقدر اینترویور آموزش دیده و اون کار رو انجام داده، اینکه چقدر مثلا پلتفرمی که من دادم برای آدما قابل دسترسی بوده، خب مثلا اگه آنلاین بوده یا هر چیزی بوده، اینکه چقدر زمانم بهینه بوده، اینکه چقدر سوال ها برای آدما قابل درک بوده، تونستم مسیج بهتری رو با افراد منتقل بکنم. خب مثلا من میخوام ببینم که شما رو گوشیتون مثلا نقشه، مثلا مپه، میخوام تفاوت اینو بگم، مثلا شما مپه، میخوام ببینم چقدر اطلاعاتی که داری میگیری اطلاعات به درد بخوریه برای شما. به شما میگم وقتی گوگل مپتو باز میکنی چقدر چیزی که میبینی برات مناسبه. این یه وردینگه. یه ورد شما میگم شما وقتی گوگل مپتو باز میکنی بدون اینکه زومتو تغییر بدی، تو همون شرایط اطلاعات عمومی که راجع به خیابون‌ها و بزرگراه‌ها میبینی چقدر برای شما کاربردیه. دو تا وردینگ متفاوته دیگه. تو کدوم شما مسیج منو بهتر میفهمی؟ تو دومی. خب پس تو اجرا اینکه اینترویورت، پلتفرمت، وردینگت، انتخاب کلماتت، کوتاه بودن اینترویو به اندازه کافی، یک پارچه بودنش، خودش در خودش دیتای غربالگری داشته باشه. یعنی من امکان داره اول پرسشنامه یه سوال بپرسم، وسط پرسشنامه یه سوال دیگه بپرسم که بتونم لاجیکال تست بکنم، بتونم در نهایت ببینم که شما چقدر یک پارچه پاسخ به من دادی و چقدر جوابایی که دادی واقعا در تجربت یا نه همینجوری پرت و پلا جواب دادی، یه چیزی گفتی. و این پارتی که من تو دیزاینم میتونم کنترلش بکنم، تو اجرام میتونم کنترل کنم، با اینترویورم میتونم کنترل کنم. اینترویوری که اگه تو فیس تو فیس شما اگه منحرف میشی بتونه بیارادت نزدیک، یا حرف تو دهن شما نذاره، به شما هینت مستقیم نده، اون باعث میشه دیگه. بله، بر شما مثال مثلا الکی نزنه.
این میشه اجرا. شما اینجا هم دوباره غربال میکنی. بعدش دیگه پارت دیتا میشه که دیتا کلینینگت میاد وسط و شما بعد یه بخش رو در از لاجیکال تست بکنی. خیلی وقتا لاجیکال تست رو میزنن کنار، فقط آزمون میزنن، نمودار نرم میکنن. لاجیکال تست رو چی تعریف میکنی؟ من میگم تست منطقی دیگه، دقیقاً همین یک پارچه کردن از پاسخ‌ها. مثلا اینکه یک سلسله 3 یا 4 پاسخ سواله که میتونه سوالاش متفاوت باشه اما با هم دیگه در یک مسیر، در یک پیوستگی منطقی قرار داره و اگه هر جایی از من از این مسیر منطقی فاصله بگیرم، خیلی راجع به دیتاهای آماری هم صحبت میکنیم دیگه، میگیم انحراف معیار دیتا زیاده، داده زیاده، پس این داده این ولیدیه، حذفش بکنیم. خب یه سری چیزا هم دقیقاً جو لاجیکاله، یعنی مثلا من میگم آقا من 4 تا پاسخ دارم، یکیش خیلی پرته، در صورتی که در یک چرخه مثلا این میمونه که شما برگردیم. مثلا خیلی ساده میگم، واقعا پیش میاد تو پرسشنامه که طرف پر کرده. شما مثلا میگی من گوشی هوشمند دارم، خب اینستاگرام دارم ولی اصلا تو شبکه اجتماعی نمیرم. خب این اصلا تو شبکه اجتماعی نمیرم داده پرته، درسته؟ خب درست. و من نمیدونم اینکه تو اصلا تو شبکه اجتماعی نمیری حرف درستی بوده یا اینکه اینستاگرام داری حرف درستی بوده. پس این دیتا خداحافظ. خب یا اینکه اگه اینترویو مثلا اینترویور باشه سعی میکنه که دابل چک بکنه، یا اینکه همه رو چیز میزنه، مثلا لیکر تو که میگیری همه خیلی خوبه، همه عالیه. آره همه عالیه. بعد در نهایت مثلا بهش میگی پیشنهادی داری، میگی مثلا دیروز راننده تو منو مثلا به من بیادبی کرد، خب تو چجوری همه رو 5 دادی؟ خب اینا همش میشه دیتای لاجیکال تست که خب دیگه واقعا به سنس انسانی هم برمیگرده. یه بخشش شما میتونی با مثلا فیلترینگ دیتا یا کد نویسی حلش بکنی، ولی یه بخشش پیش پردازش هم میگن دیگه. بله یه بخشی رو مثلا تو بعد خودت اینجا دیگه انسانی وارد ماجرا بشی و چک بکنی. واقعا نیازه به نظرم. حالا شاید بشه اینا رو با تکنیک‌های برنامه‌نویسی اتومات کرد، ولی یه بخشش ببین تو مثلا وقتی که پرسشنامه دیجیتال میکنی یه بخش کنترل میکنی. یه طرف پاسخ میده میگه عزیزم اشتباه گفتی، اونجا اینو گفتی، اینو نمیتونی اینجا اینو بگی. خب یا مثلا به اینترویوری که پی دی ای دستشه به اون هینت میده، میگه این اشتباه کرد. ولی یه جایی هم دیگه بعدش تو دیگه انقدر نمیتونی ذهن طرفو کنترل بکنی، ولی در نهایت میتونی ببینی. این میشه تو مرحله اول آنالیز اولیه، تحلیل و تمیز کردن دیتای اولیه که میشه دیتای عمومی منطقی که داری میبینی. کانسپتی مشکل منطقی داره. یه جاهایی هم داده های خارج از رنجه. خب مثلا امکان داره شما یک اینترویوهای انجام داده شوی سبد ظرف تعریف کردی، سهمیه بندی کردی، سهمیه بندی دموگرافیک داره یا مثلا سگمنتیشن داره. اگه سهمیه بندی که به سهمیه بندی معتقد و متعهد باشی، مثلا طرف میخواد 1200 تا دیتا بگیره، 400 تا از هر سهمیه، حالا 1260 تا پر شده، 60 تا یه سگمنت بیشتر شده، دلش نمیاد اون دیتا رو پاک کنه، اون نگرش می‌داره. خب تو یه سگمنت بزرگ که دیگه تصویر جنرال نمیتونه نباشه. خب مثلا اینا رو بتونی ظرفاتو کنترل بکنی، بود این شکلی، یا مثلا به قول معروف داده آماری چک بکنی، مثل مسائلی مثل انحراف معیار و موارد این شکلی که داده از نرم خارج نباشه یا خیلی اختلاف انحراف نداشته باشه، اینها رو حذف می‌کنی. یه بخشم که دیگه دیتا ساینس خیلی درگیرش میشن، مثل آزمون‌های تی و موارد این شکلی که میزنن رو دیتا یا مثلا دیتا رو نرم میکنن، دیگه موارد آخریشه. یعنی من به نظرم شما نباید فقط اون پارت نهایی رو ببینی، شما از لحظه سامپلینگ و اجرا باید ببینیش. حالا همون تو مرحله آخرم که گفتی دیتا ساینتیستا شاید یا مثلا آماریستا درگیرش میشن، میدونی که هر آزمونی یه درصد اطمینان داره، مثلا 90%، 95%، 99% و اینا با توجه به حجم نمونه بالا پایین میشن، یا مثلا یه دونه درصد خطا داره. اینا هم چیزایی هستن که به ما نشون میدن که چقدر این دیتایی که ما جمع کردیم دیتای درستی بوده. ببین خب خیلی از کمپانی‌ها موقعی که حالا ران میشن، اسکیل میکنن و به یه درآمدی میرسن، ممکنه شروع کنن به تحقیقات بازار. خیلی ها ممکنه همون اول کار شروع کنن به تحقیقات بازار. خیلی ها مثل شما همیشه دارن تحقیقات بازار انجام میدن و یه دپارتمان براش چیدن. اما به صورت جنرال فکر میکنی که بهترین زمان برای مارکت ریسرچ کی میتونه باشه برای کمپانی؟ به پاسخی که میتونم بدم، پاسخ خیلی جنرالش اینه که همیشه برای مارکت ریسرچ خوبه. خب یعنی نمیتونی بگی بهترین زمان کیه. شما یک زمانهایی رو از دست میدی. شما قبل از اینکه بیزینس رو ران بکنی باید بدونی با چی طرفی. شما وقتی که لانچ کردی بعد بفهمی مسیرت بعد به کدوم سمت بره. شما زمانی که داری رشد میکنی و ببینی توسعه‌ات کجا به چه سمتی داره میره. شما وقتی که رشد کردی و ببینی که حالا داری تو مسیر رشدی، تو شیب رشدی. ببین ما یک صنعت داریم. خب ما هم پلیرهای کوچیک اون صنعتیم.
که حالا پروداکت های خاص خودمون رو داریم. درسته؟ بحثم اینه که حتی امکان داره یه کمپانی به قول معروف یه بیگ سایز کمپانی باشه که مثلا 10 تا هم پروداکت مختلفش رو مثل زیمنس، مثل نمیدونم فیلیپس، هر کدوم در یک زمینه هم داره کار میکنه. هر کدوم از این پروداکت ها مسیر خودشونو دارن. یعنی من صرفا به عنوانی که من فیلیپسم، یک کمپانی ام، اینجوری نباید بگم اوکی من هر 2 ماه یه بار ریسرچ میکنم. نه، من 10 تا پروداکت دارم که هر پروداکتش مسیر خودشو داره، پس هر پروداکتش باید براش ریسرچ بشه. خب ما اگه حساب بکنیم که من از نقطه سید یا نقطه نطفه شروع دارم میکنم و میام تو مسیر رشد، نیاز دارم که اون اول در نقطه سیدم بفهمم که کجای مارکت قراره برم، اصلا مسیرم چیه، اصلا درسته، اصلا سرمایه گذاری بکنم یا نکنم. خب بعد بیام یه مدت بگذره بعد بفهمم که آیا من توی این پروسه تونستم درست عمل بکنم، آیا واقعا درست دارم پوزیشن میشم. حالا پروداکت من لانچ شده، مردم دارن استفاده میکنن، چقدر تونستم نیازهاشون رو فولفیل بکنم، یا الان چقدر با من خوشحالن، آیا امکان داره با من ادامه بده، آیا من قراره بیشتر رشد بکنم، آیا مارکتم نقطه سفید داره، وایت اسپیس داره، بعد وارد اون بشم، بعد پروداکت جدید لانچ بکنم یا همین پروداکتمو بهتر بکنم. خب ما برای رشد چند تا حالت داریم دیگه، یعنی یا باید همون پروداکت رو بهتر کنیم یا بعد پروداکت اضافه بهش اضافه بکنیم برای اینکه درآمدمون رو ببریم بالا، یا خدافظی کنیم. البته اصلا تو مرحله رشد خیلی خدافظی نمی‌کنیم، البته بگذاریم که برنده بزرگ اصلا تو نقطه اوج خیلی هاشون خدافظی میکنن. بعد حالا میرسم به نقطه‌های بالاتر، رشد بالاتری انجام میدم. خب رشد بیشتری انجام میدم. اینجا بحث پروسه دیولپمنت هم خیلی مطرح میشه. خب اینجا دیگه میدونم آقا کم کم نسل محصول عوض میشه، کم کم من امکان داره از دایره خارج بشم، حالا میخوام موو کنم، میخوام بمونم. خب مثل اتفاقی که مثلا برای پاناسونیک مثلا افتاده دیگه، میاد اومده بعد یه جای وارد هوم اپلاینس شده، بعد اومده بالاتر یه جای زیر ساخت داده، یه جای مجبوری که وارد بازارهای مختلف بشه که نگه داره، لازم دارم برم بازارهای مختلف، قشنگ مثل نمودار چرخه عمر بعد بهش نگاه بکنیم. بعد میرسیم نقطه بالا، حالا میخوام از اینجا بیایم پایین. چی داره باعث میشه من برم پایین؟ پروداکتم داره من دارم بد عمل میکنم یا مارکتم داره میمیره؟ خب یعنی اینجا امکان داره من به عنوان تپسی سر کرونا مثلا میزان مصرف مخاطبم بالا یا پایین بره. خب من اینجا باید بفهمم که این مسئله به پروداکت من مربوطه یا به ریسک داینامیک بیرونم مربوطه، یک اتفاقی که بیرون افتاده و دست من نبوده. خب این هر کدوم استراتژی متفاوتی رو به من میده. من اونجا که دارم افول میکنم به عنوان نوکیا، بعد بفهمم که جنریشن موبایل من دیگه داره از بین میره یا نه، اصلا پروداکت من مشکل داره یا نه اصلا کلا جنریشن دوم موبایل داره از بین میره. من اینو باید بفهمم تو افولم دارم میرم پایین. خب حالا دارم میرم پایین، باید بمونم توی مارکت، باید توسعه بدم یا نه باید بازارم عوض کنم، وارد بازارهای خارجی بشم، اصلا برم وارد کشورهای توسعه نیافته قبل از خودم بشم، پروداکتم ببرم حالا اونجا باید چیکار کنم؟ برای استراتژیک تینکینگ اگه بخوام در نظر بگیریم، میگم همیشه تو نقطه تو مایلستون های مختلفی از این چرخه من باید ریسرچ بکنم. هر جای هر بیزینسی میخوام باشم و این بیزینسی دیده نمیشه، پروداکتی دیده میشه. یعنی تپسی اگه 5 تا پروداکت داره برای همش باید لاین ریسرچ داشته باشه، نه عمومی فقط تپسی شاید تاکسی چه جوری عمل بکنه، موتورش چه جوری دیگه عمل بکنه، اینا با هم فرق میکنن. فیلیپس امکان داره مثلا لوازم خونگی چه جوری عمل کنه، لوازم زیر ساخته مثلا مخابراتی چه جوری، لوازم پزشکی چه جور، هر کدومش لاین خودشه. درست. آره. نظرم جواب خیلی خوبی بود. با توجه به شرایط هر کدوم از روش‌ها و تکنیکایی که میشه انجام داد فرق میکنه. با واحد مارکتینگ خیلی در ارتباطین شما؟ مارکتینگ، پروداکت، فیلیت و ساپورت، 4 تا فانکشنی که ما خیلی باشون درگیریم. یعنی اینا جزء همون بخش، یعنی اینا همون هایی هستن که میگی که مسئله رو مطرح میکنن، ما میریم دنبال سولوشنش. یه بخشی هستش که اونها مسئله رو مطرح میکنن، ما میریم دنبال سولوشنش. یه بخشی هستش که ما با پرواکتیو یه سری در اصل هینت بهشون بدیم. یک جاهایی بدون اینکه بخوان، بدون اینکه بخوان. بعد مثلا میتونی اسم ببری یا کانفیدنشال؟ نه، مثلا میتونم به شما اسم ببرم. مثلا امکان داره که من شده، مثلا مثال میزنم که ما یه سری چیزا داشتیم جزیره چک میکردیم، پروداکت بوده، نمیدونم میزان دسترسی به محصول بود، به مثلا ماشین بوده، قیمت بوده و موارد مختلف توی شهرهای مختلف. مثلا یه جایی میبینیم که توی شهری مسئله اینه که مثلا به شما میگم یه مسئله ما یه کار رو انجام دادیم، مثلا به نظرمون پروداکتمون واقعا اونجا هوشمند بوده یا مثلا واقعا قیمتمون اونجا مناسب بوده و مثلا یه کلی کارا انجام دادیم، ولی در نهایت مخاطبه پرسپشنش با من خوب نیست.
خب یعنی قضیه اینجاست که من دارم همه کار میکنم ولی اون مسئله پرسپشنی داره. من اینجا باید مثلا سعی کنم بیشتر باش کامیونیکیت کنم، سعی کنم مسئله رو باش حل کنم، سعی کنم بهش توضیح بدم یا موارد این شکلی. اینجاست که من باید فلگ کنم برای مارکتینگ که اینجا توی این شهر این نوع مخاطب مسئله درکی از بیزینس من داره و ما باید باش کامیونیکیشنمون بهتر بکنیم. خب یه جایی مثلا من براش فلگ میکنم، یه جایی هستش که من دارم ریسرچ میکنم و احساس میکنم وقتی فورکست میکنم، پیش بینی میکنم، میگم با توجه به شرایطی که دارم میبینم امکان داره فلان چیز تو این شهر کاهش پیدا بکنه، امکان داره مثلا یوزرمون رو یه بخشش از دست بدیم، یه بخش اضافه بشه در یوزر. مثلا من نت پروموتر اسکورم به طرز عجیبی میره بالا، پروموتر اسکورم به طرز عجیبی میاد پایین. خب اینجا من احتمال رشد دارم، احتمال افول دارم توی جایی. توی مثلا اتفاقات غیر معمول مثل همین که مثال زدی به مارکتینگ چیز میکنی، اینا رو مثلا فلگ میکنی یا بله. هم اتفاقای معمولی رو هم باز براشون ریپورت میفرستی؟ نه این به معنی کاملی فلگ کردنه، یعنی اینکه مثلا اینکه واقعا داره این اتفاق میفته، مثلا داریم رشد میکنیم، حواستون باشه. خب مثلا ما با بالانس بین یوزر و ناوگانمون رو نگه داریم همیشه دیگه، مثلا به دو سمت فلگ میشه که اینجا داریم میایم پایین، اینجا داریم میریم بالا. پیش بینی ما اینه، ما داریم مثلا پیش بینی میکنیم. یا مثلا مثل ساده بخوام به شما بگم، امکان داره تیم پرایس، تیم پروداکت، تیم فلیت داره هر جای کار خودش رو انجام میده و نسبت به قبل ما خیلی بهتر شده باشیم و فکر کنیم خیلی اوضاعمون خوبه، اما من به عنوان ریسرچر دارم بازار رو میبینم، دارم رقیبم میبینم، من دارم میبینم اوکی من دارم با این شیپ میرم بالا، اون داره با این شیپ میره بالا. خب شاید الان من بهتر از اون باشم، مثلا ام پی اس من بهتر از رقیب تو فلان شهر باشه، خب اما این داره با یه شیپ میاد بالا، خودش رو به من برسونه، این من رد میشه. اگه من سرعتمو نبرم بالاتر، این از من رد شده. خب و این چیزیه که شما اناونس میکنید، اونجا باید اناونسش کنم، اونجاست که من میگم آقا من پیش بینیم اینه، دارم برات فلگ میکنم که این اتفاق میفته. خب یا این اتفاق اینجوریه که امکان داره بدتر، یعنی جایی باشه که مثلا ما داریم خیلی تند میریم تو استراتژی تینک، بعد ذره کندش بکنیم. یا یه جایی مثلا ما میبینیم که مسئله مثلا سازمان فکر میکنه، مثلا یه تیمی فکر میکنه مثلا مسئله نگهداشت ناوگان وجود داره، در صورتی که شاید مسئله که وجود داره مسئله قیمت گذاری باشه. خب و من دارم اینو توی مثلا ریسرچ‌های مختلف میبینم. خب بعد من اونو فلگ میکنم، میگم الان شما این مسئله رو بولد کردی، شاید بهتر باشه که این مسئله بیاری کنارش، این مسئله الان بولده. خب درسته نتیجهش رو داری تو اون میبینی، ولی شاید مثلا اصلش اون نباشه، دلیلی که داره باعث اون اتفاق میفته اون چیزی نیست که ما داریم میبینیم، یک چیز دیگه است. این سه چیزا اینجوری فلگ میشه. اما به صورت کلی من به شما بگم در تفصیل اینجوریه که هر ریسرچی که انجام میشه، هر آنالیزی که دیتا انجام میشه در یک پروسه خیلی متناوب با تمام پدا فانکشن ها شیر میشه، یعنی به صورت روتین ریپورت ها دست همه میرسه، دسترسی به ریپورت ها وجود داره. اما خب ریپورت ها بعضی وقتا خیلی طولانیه تا من بیام بفهمم موقعیت چیه، نمیتونم بهش برسم. من نیاز دارم که فلگ کنم برای مثلا یک هد فانکشنی، بگم که آقا تو به اینا برس، یکی دیگه بعد به این ستای دیگه برس. اینها فلگ میشه. ولی اینکه حالت نرمال هی بخواد ریپورت بشه، نه خب دیگه تو ماچ اینفورمیشن خیلی هم کاربردی نداره. بعد این دیتایی که میفرستی برای فانکشن های مختلف ویژوالایزش میکنی یا دیتای خام میفرستی؟ نه همش آنالیز میشه برای ریپورت از سمت تیم خودتون ویژوالایز میشه. پس با این حساب یه اسکیل دیتا ویژوالایزیشن هم باید داشته باشید دیگه. بله. قسمت سخت ماجراست. ببین کلا قسمت سخت ماجرا بعضا نگاه کردن به دیتا است. یعنی که شما یه موضوعی رو بهت بگم، یه چیزی هست، یه مفهومی هست، یکی از این بلاگرها که خیلی می‌نویسه در مورد مارکت ریسرچ به اسم لاست مایل گپ و میگه که آقا شما میری اینقدر زحمت میکشی، دیتا رو جمع میکنی، میای تجزیه تحلیلش میکنی، کلینش میکنی و حالا یه سری کارهای دیگه روش انجام میدی و در نهایت میخوای ریپورتش کنی، دیتا ویژوالایزیشن انقدر بده، میگه که یه گپی وجود داره بین این همه کار و این استپ آخر، بهش میگه لاست مایل گپ و میگه هر چقدر شما بتونید این اسکیلای دیتا ویژوالایزیشن تو تقویت کنی، در واقع دارید لاست مایل گپ تو کم میکنی. این دیتا ویژوالایزیشن مثل اینکه چالش برانگیز بوده چون خندیدی، من احساس کردم یه داستانی پشتش هست. نه من یه خاطره میتونم بگم. من چون اصولا توی قبل از اینکه تو ایجنسی قبل از که بیام توی تپسی، خب تو ایجنسی بودم. خب ایجنسی بودن خیلی شرایط آپتن، شما خیلی قوی میشی تو آپریشن، تو اجرا و در نهایت هم توی ویژوال کردن.
چون تو ایجنسی اینجوریه که خب مثلا من تو ایجنسی آنالیز خودم نمی‌کردم، خیلی کمتر. خب مثلا یه تیمی بود که فقط داشت دیتا نگاه می‌کرد، نه درگیر اپریشن نه درگیر هیچ چیز دیگه. شما وقتی میای توی میشه یک پلیری، یک کی پلیری توی سازمان که مجبوری از هر چیزی یک ذره سطحی بدونی، حالا یه بخش رو مجبوری آوتسورس کنی، یه بخش خودت انجام بدی و اینها، ذره کارت پیچیده تره. خب اونجا خیلی ددیکیتد داری کار میکنی تو آژانس، این داره دیزاین میکنه، اون داره اجرا میکنه، اونم داره مثلا آنالیز میکنه، اونم ریپورت میکنه، اونم کارش کلاینت سرویس. خب وقتی میاد تو سازمان خیلی فرق میکنه، مخصوصا اینکه تو وقتی تو آژانسی یه جور دیگه میبینی، میگه عجب دیتایی به دست آوردم، بعد همه اونا رو میخوای ریپورت بکنی. مثلا دیگه تو سازمان یه 5 تا سوال داره میخواد به اون جواب برسه. خب حریص میشی. آره حریص نگم، میخوای همه رو بیاری توی ویژوالایزیشن. مثلا من یه دیتایی رو میدیدم، مثلا تو این دیتا میدیدم که آقا من از 3 مدل سگمنتیشن میتونم ریپورت کنم. مثلا گفتم اینا تو این کوهورت این شکلیه، تو این سگمنت ها این شکلیه، تو این یکی سگمنت این شکلیه. هی مثلا 50 صفحه 50 صفحه مثلا ریپورت بزنم برای 3 تا سوال. خب ویست اف تایم، ویست اف انرژی. من خیلی ویژوال کردنم خوبه. بعد یک مدیری دارم که خیلی قشنگ به من میگفتم تو خیلی ویژوال خوب میکنی، مکنزی خیلی تو د پوینت حرف میزنه. خب این اگه شما یعنی میشد که میکس کرد که اینقدر تو د پوینت باشه و اینقدر ویژوالش خوب باشه، خب اتفاقا خیلی بهتر میفته. واسه همین خندیدم. همین می‌خواستم بگم، مثلا چالش برانگیزترین نقطهش ویژوال کردن، چالش برانگیزترین نقطهش اینه که چجوری به دیتا نگاه کنم. شما یه جایی ببرید کی نگاه کنه، یعنی اون کسی که میخواد ویژوال ریپورت کنه یا مثلا آنالیز کنه، چه آنالیز کنه چه ریپورت کنه، چیزی که میخواد تصمیم بگیره به همین ویژوالایزیشن نگاه میکنه. بله میگه که خب من بعد چجوری به این دیتا نگاه بکنم، خب اصلا کدوم سمتشو بیارم، خب اینو با چه مدلی اگه من ویژوالش بکنم تاثیر بهتری داره، درک بهتری ازش انجام میشه، خب چه هینتایی بعد بهش بدم. بعد حالا چی رو با چی بذارم که مثلا بتونن بیگ پیکچر بهتری از شرایط بگیرن. اونجاش خیلی سخته. خب یعنی دقیقاً همون که اون ذهنی که اون هنری که شما باید داشته باشی که من دیتا رو چجوری بچینم و چجوری نشونش بدم با آدما، اونجا خیلی نکته مهمیه. حریص نشی تو ماچ اینفورمیشن ندی. از اون طرف هم نکات مهم رو میس نکنی، بدونی با چه ترتیبی و با چه اولویتی باید نشون بدی. سیمپل بودن قضیه خیلی مهمه. من به عنوان یه آژانس همیشه دوست داشتم مثلا بگم خیلی کار کردم برای کارفرما، میخوام 50 صفحه ویژوالایزیشن بیارم. میخوام مثال بزنم، مثلا میخوام بگم خیلی کار کردم. خب شاید آدما هیچ وقت قبول نکنن چه چیزهایی رو در سازمان‌ها یاد گرفتن، اما من یک چیزی رو در تپسی خیلی خوب یاد گرفتم. تپسی چون خیلی پویاست و خیلی سرعت توش مطرحه، یعنی واقعا سریع. یعنی بعضی وقتا مثلا که اوایل صحبت میگفتم 2 تا سوال حداقل در ما مطرح میشه، مثلا یه لبخندی میزدی، واقعا اتفاقات عجیب غریبی در تفسیر میفته و اصلا میزان ورکلود اصلا چیز عجیبیه. یک چیزی رو که من یاد گرفتم میگه که شما زمان نداری، یکی که زمان نداری که بخوای اونقدر دیتیل بشی، دو اینکه آدما زمان ندارن انقدر گوش کنن. خب همه چی سریعه، همه چی رپید داره اتفاق میفته. واسه همین من یک چیزی رو در تفسیر خوب یاد گرفتم، اونم اینه که چی میخواستی جواب بگیری، من چی رو قراره به جواب بدم و چه شکلی و چجوری تو سریع‌ترین حالت ممکن میشه بفهمی که ماجرا چی. شاید خیلی عالی نشده باشم، من اینو یاد گرفتم. یعنی مدیونم واقعا به نوع سیستم کار کردن. یعنی ذهن من از ذهن آژانسی خیلی آورد نزدیک کرد به اون فضای بیزینسی. تو ویژوال کردنم همینه، اینه که شما من وقتی تو آژانسم میخوام مثلا بگم خیلی کار کردم، مثلا که اون نمیخواد بده آقا اول کانکلوژن چی، اصلا به چی رسیدی، حالا بعدم من بگو چه جوری بهش رسیدی، حالا من مهم نیست چه جوری بهش رسیدی، چی به درد من میخوره. مثلا این 5 تا رو خب دیتا در آوردی، الان چه کمکی در تصمیم گیری من میکنه چیزی که داری میگی. یعنی همیشه باید سعی کنی اون کسی که سوال رو پرسیده، پرسشگر اصلی تو بوده رو بهتر درک کنی، ببینی چی بهش بگی میتونه بهش کمک بکنه. حریص نباید بشی، میسم نباید بکنی، سختیشون داست دیگه. بعد از سمت اون به دیتا نگاه کنی، اون چیزی که همیشه باید فکر کنی اگه من جای فلانی بودم و این سوالو مطرح کرده بود، یا مثلا یک منیجر مثلا یه بخشی بود، دوست داشتم وقتی این فایل رو باز کنم چی ببینم، چه شکلی ببینمش. واسه همین امکان داره مدل اصلا ریپورت کردن یا ویژوال کردن متفاوت بشه برای آدم. درسته. یه موضوع یه بار بینمون مطرح شد قبل از اینکه حالا این پادکست رو شروع کنیم، گفتی که تیم دیتا ساینس و تیم مارکت ریسرچ 2 تا مسیر متفاوت دارن و اکثرا توی تیم‌ها الان دیتا ساینس معمولا وجود داره ولی شاید مارکت ریسرچ لزوما وجود نداشته باشه. و توی توضیحاتت گفتی که همیشه همه دیتا رو تیم دیتا ساینس نمیتونه جذب و تحلیل کنه، یه سری دیتا رو حتما باید مارکت ریسرچ داشته باشه و از این طریق از این چنل جمع بشه.
میخوای این موضوع رو یه بار دیگه توضیح بدی؟ آره ببین توی تپسی تو هر سازمانی که به این اندازه میرسه کم کم همه فانکشن‌ها نیاز دارن که دیتا ساینس داشته باشن، استقلال دیتا، درس آنالیز دیتایی داشته باشن، بتونن خودشون خروجی بگیرن، تحلیل کنن و مسیر بچینن. اما دیتا ساینس دسترسیش به دیتاهای داخل بیزینسه. دیتای بیهیویر یوزر. بله بیهیویر یوزر دقیقاً چیزی نه دیتای اتیتود یوزر. آفرین همین می‌خواستم بگم. دقیقاً مثالی که با هم زدیم وقتی داشتیم صحبت می‌کردیم بحث پرایس بود. مثال مثلا برای پرایس. مثلا چند تا فاکتور مطرح میشه برای مثلا یه دیتا ساینسی که در حوزه پرایس داره کار میکنه. مثلا براش چی مهمه؟ اینی که آقا تونسته پرایسش رو یک پارچه نگه داره، خب تونسته پرایسش رو کنترل کنه، مثلا الگوریتمایی که برای قیمت گذاری چیده که مثلا اینجا بره بالا اینجا بیاد پایین داره درست عمل میکنه، یهو قیمت پرت نمیده، یهو شرط این شکلی پیش نمیاد، با رقیب چقدر نقطه به نقطه داره درست پیش میره، چقدر دیتاش رقابتی، نه انقدر قیمتو میاره پایین که بازار رقابتی خراب بشه، نه دیتا میبره بالا که سهم بازار رو شاید دست بده. بعد سعی کنه که یک رفتار مشابهی رو با رقیب نگه داره. یا موارد این شکلی خب اینا دسترسی دارن، الگوریتم دارن، ست میکنن، یا عالمه روش برنامه‌نویسی میکنن، براشون فلگ میشه، هی میبینن مثل این فیلم‌های علمی تخیلی یا عالم مانیتور هست که بهشون گزارش میده که داره چه اتفاقی میفته. اما یک چیزی وجود داره، یه چیزی که ما تو دیتا نمیتونیم بسنجیمش، فیلینگ آدم‌ها رو، دیدگاه آدم‌ها رو، پرسپشن آدم‌ها رو، تمایل آدم‌ها رو ما در دیتا نمیتونیم بسنجیم. شاید بتونیم بسنجیم، مثلا تیم پرفورمنس مارکتینگ بگه آقا من تخفیف دادم انقدر میزان رشدم رفت بالا، خب اما نمیتواند بسنجد که من تخفیف دادم حالا آدمو بهتر شده است یا نه. درسته. ما یه سری چیزا رو نمیتونیم بسنجیم، فیلینگ آدم‌ها با اتیتودشون، دقیقاً همون چیزی که من گفتی. اونجا نیاز پیدا میشه که یک تیم مارکت ریسرچی بیاد و کمکت بکنه و اون رو از مارکت برات بگیره که این گپ رو پر بکنه. خب یعنی شما امکان داره که مثلا یه مثال خیلی ساده بزنم، شما امکان داره 2 تا پروداکت داری، یه پروداکت داری 2 تا کمپانی، مثلا ما برق هر کسی، ما داریم یه قیمت میدیم، رقیبم داره یه قیمت میده، خیلی در قیمت قابل لمسه. خب ما داریم به صورت کلی نمودار قیمت گذاری‌های خودمون رو بر رقیب رو می‌بینیم، خب یا داریم تو الگوریتم‌ها یک سری نمودار می‌بینیم که ما میگه وضعیتمون نرماله و استیبلیم و حالمون خوبه. اما مثلا ما یک چیزی رو به عنوان پرایس سنسیتیویتی نمیتونیم تو دیتا ببینیم. خب این که امکان داره یک جامعه از مخاطب من حساس به قیمت باشه، خب این که امکان داره مثلا 1000 تومان گرونتر ارزونتر بودن من نسبت به رقیب مثلا در دیتای من به صورت یک چیز نرمال دیده بشه، اما که در چه اوریج قیمتی من گرونتر یا ارزونترم پرایس سنسیتیویتی رو نشون میده. بعد مثال میزنم، من اگه مثلا تو قیمت 15000 تومان مثلا 5000 تومان گرونتر باشم بیشتر احساس میشه، یا مثلا در قیمت 55000 تومان 5000 تومان گرونتر باشم قطعا اون قیمت پایین، چون چون گپه درسته اندازش چه چیزه و تو شیر کلی اون سیب نقطش بزرگتره، سنسیتیویتی آدما میره بالاتر. خب مثل اونه که شما امکان داره بری یه گوشی مثلا چه میدونم سامسونگ بخری 10 میلیون تومان، ولی یه گوشی آن غیر برند رو بهت بگن 3 میلیون تومان نخری، میگی آقا این چیه اصلا، چرا من بعد اینقدر بهش پول بدم؟ چون من سنسیتیوم، برند سنسیتیوم اینجا. خب سنسیتیویتی و اینجور چیزها رو نمیشود اندازه‌گیری کرد در دیتای داخلی، باید حتما بود ریسرچی درش مطرح بشه. یا اینکه مثلا شما امکان داره که یکی مارکتینگ انجام بده، یه تبلیغی رو انجام بدی، یه بیلبوردی رو بری، یه تبلیغ تلویزیونی رو انجام بدی، میزان فروشتو ببره بالا. خب اوکی تو میتونی بسنجی که آقا من تونستم میزان فروش رو ببرم بالا، با فاکتور اکونومیکال و اقتصادی قضیه رو میبینی، اما با فاکتور برند هلتی، پرسپشنی، حس خوب ایجاد کردن، آیا چقدر اون مسیجی که می‌خواستی منتقل بکنی، اینکه تو در بیلبورد رو تپسی می‌زدی با تپسی محترمانه سفر کنید، چقدر واقعا مخاطب تو فکر می‌کنی که تو داری بهش ریسپکت می‌کنی، احترام می‌ذاری، چیزی نیست که شما نه تو اپ ببینی نه تو میزان استفاده آدم‌ها ببینی. و حالا اینو گفتی و اتفاقا اینجا هارمونی بین در واقع پروداکت شما با تبلیغ شما مهمه دیگه. حالا مثلا سر همون قضیه که مثال زدی خیلی انتقاد داشتن به اینکه خب آقا راننده همون راننده است، نمیدونم خیابونه همون خیابونه، ماشین همون ماشینه، چه جوری مثلا شما میگی محترمانه سفر کنید وقتی بین شما و رقیب تفاوت زیادی وجود نداره. این هارمونی بین پروداکت و در واقع چی میگن مارکتینگ شماست که اینجا مهم میشه. یه موضوع رو وسط صحبتات گفتی در مورد برند هلث یا مثلا
ایموشنال انگیجمنت، میخوای در مورد اینا هم صحبت کنی؟ آره، یه چیزی بهت بگم قبلش بابت اون بحثی که گفتی نقدی که مطرح میشه، چون چیزی که ما همیشه باش مواجهیم. خیلی بود مارکت ریسرچی نیست ولی برندیه، دوست دارم جواب بدم بهش. ببین من یه جور دیگه برات مثال میزنم. خب بذار من اینجوری بگم، شما توی ایران یه ماشینی سوار میشی به نام L90 مثلا. یه لاین تولید داره ایران خودرو، یه لاین تولید داره پارس خودرو. خب من نمیخوام پاسخشو بدم، فقط میخوام بزنم تو پروسه. ماشین همون ماشینه، قیمت هم تقریبا همون قیمته و اسم برندم همون برنده، خدماتی هم که میگیره همون خدماتی، میزان گارانتیش و همه چیزش هم یه مقدار. خب یعنی میزان گارانتی و مثلا که قطعه جفتش هست، مثلا من L90 با مثلا پروتون مقایسه نمیکنم، میگم قطعه اون نیست، قطعه این هست، همه چی همونه. اما یه سری خیلی اصرار دارن که ایران خودرو بخرن، یه سری خیلی اصرار دارن که پارس خودرو بخرن. علتی که درش اتفاق میفته لزوما این نیست. شما تمام نقاطی که تجربه یک مشتری رو داری در نظر میگیری. سیکسی میخوام از جواب بدم. حالا من توی حرفایی که زدم تمام نقاط رو حس نبود. آره، ما در تپسی و در رقیب هر کدوممون یه پروداکت داریم، یه نوع یوزر اکسپریانس داریم در پروداکتمون. هر کدوممون بله تقریبا میشه گفت راننده ها یکی ان، تقریبا میشه گفتش قیمت ها یکی ان و سرویسی که داده میشود یکی است. اما ما تجربه های مختلفی داریم، ما نقاطی رو داریم که میتوانیم با هم تفاوت داشته باشیم و برای همدیگه مزیت ایجاد، در مقابل همدیگه مزیت ایجاد کنیم. بحث فیچره، بحث آپشنه، بحث پشتیبانیه، بحث خدماته، بحث رولز اند رگولیشن یا در از قانون گذاریه، بحث ساپورت های بعد از سرویسه و خیلی مواردی که اینجا ما میتوانیم چه ما چه رقیب نسبت به همدیگه مزیت ایجاد بکنیم. اینجا جایی که آدم ها قضاوت میکنن. یک سری چیزها حداقل نیازیه. خب یعنی شما وقتی کتاب میخری توقع داری که کاغذ داشته باشه، جلد داشته باشه، یه مقدمه داشته باشه، یک به قول معروف فهرست هم داشته باشه. اما اینکه داری مثلا با چه فونتی میخونی، رسایی کلمش چه شکلیه و خیلی چیزای دیگه، اونجا میتونی فیلینگ و احساس متفاوتی داشته باشی. این دقیقاً همون چیزیه که ما اگر روش مانور میدهیم احساس میکنیم داریم سعی میکنیم در نقطه‌های مزیت ایجاد بکنیم، اما اینکه واقعا ایجاد میکنیم یا نه به دید مخاطبمون برمیگرده. من موافقم. من به عنوان یه مشتری که از بیرون داره از سرویس استفاده میکنه این رو گفتم و اینم باید بگم که واقعا ادعای شجاعانه‌ایه، امیدوارم بتونید که واقعا انجامش بدید و مسافراتون بتونن محترمانه سفر کنن. یه سوالی دیگه که داشتم و گفتی که میخوای در موردش حرف بزنی، همون KPI هایی مثل ایموشنال انگیجمنت یا برند هلث، نمیدونم حالا شاید چیزای دیگه هم هست، اینا رو لطفاً اگر برات ممکنه با توجه به کمپینایی که ران کردین میخوام بهم بگی. مثلا یه کمپین ران کردین در مورد، فکر میکنم هدفتون جذب رایدر بود، جذب راننده بود. مثلا کمپینی که به چند نفر داننده نیازمندیم، به چند نفر خواننده نیازمندیم و چی میگن کپی رایت های بامزه‌ای هم داشت. بعد از این کمپینا اندازه‌گیری مطمئنا کردید؟ حالا اگه میخوای میتونی بهمون بگی که برند هلثتون یا نمیدونم ایموشنال انگیجمنتتون یا شاخصهای دیگه بعد از این تغییر کرد؟ خب من خیلی کلی میتونم توضیح بدم. ما لزوما ایموشنال انگیجمنت رو روی صرفا کمپین تبلیغاتی و مسیج تبلیغاتی نمیبینیم. خب ما میگیم چنل های مختلفی وجود دارد که آدم ها امکان داره ایموشنالی با ما درگیر بشن. یکی از این چنل ها تبلیغات ماست، کلا کامیونیکیشن ماست، خب به صورت تبلیغی. یه سری از چنل های دیگه بله، مثلا مثل چی میمونه؟ این که من مثلا قشنگ قابل لمس مثال بزنم، ناوگان ما رو در نظر بگیر، سفیرهای ما از چند جهت امکان داره نظر ایموشنال طرف ما بمبارون بشن. یه بودش بود تبلیغاتی ماست. خب این بود تبلیغات خیلی چیزا، مثل کمپین های اینجوری بیلبوردی مثل بر جذب ناوگان، یا مثلا کمپین های تبلیغاتی مثل قرعه کشی، مثلا مسابقات، هر چیزی که داریم ما بهش کمک میکنیم که ازش استفاده تبلیغاتی بکنیم. خب یه بود تبلیغاتیه، یک بودش بود چیه؟ بود آموزشیه. یعنی من امکان داره که در صفحات مجازیم در خیلی شرایط مختلف سعی کنم سفیرم رو آموزش بدم، یعنی ایژوکیشنال دارم درگیرش میکنم. خب یه بودی هست که دارم سعی میکنم شرایط رفاهی بهتری براش ایجاد بکنم، مثلا گپ هزینه‌ای داره. مثل چی؟
مثلا من میبینم آقا من هر چقدر تلاش میکنم، خب اگه من قیمت رو ببرم بالا مسافرم ناراضی میشه، من نیاز دارم که سفیرم از نظر درآمدی شاید بهتری بهش بدهم. میام چیکار میکنم؟ میام فکر میکنم که اوکی من مثل جشنواره‌های روزانه بذارم یا مثلا فستیوالایی بذارم که این بتونه یک چالنجایی رو انجام بده، یه میشنایی رو انجام بده و یک پول مازادی رو من بگیره، من فاصله رو براش پر بکنم. خب یه بخش دیگه هم که هست مثلا مطرح اینه که میگم خب که اون سفیری که داره بیشتر با من کار میکنه استهلاک داره و فلان، دارم سعی میکنم بهش خدمات VIP بدم یا لویالتی بدم. خب میشه چی؟ مثل اینکه مثلا بهش میگم حالا بیا لاستیک بگیر یا موارد این شکلی بگیر. یه بعد دیگه هم که هست بعد رولز اند رگولیشن، من چقدر در قانون گذاریم دارم عادلانه نسبت به سفیرم نگاه میکنم و دارم در مورد مسافرم نگاه میکنم. من دارم ملموس مثال دادم که مثلا ببینیم، یعنی نمیخواستم خیلی در لفافه بگم. مثلا در مورد سفیر من از 5 زاویه ایموشنالی داره اتک میشه، مگر نه سرویس که همون سرویس، مسافر که همون مسافره و همه اینا. شما در ایموشنال انگیجمنت 11 تا اتریبیوت کلی داری هر وقت که میخوای بسنجی. MPS یکیشه، فرنس، عدالت، صداقت. شما برای تپسی اینو کاستومایز کردین یا جنراله؟ نه کاستومایز کردیم. میخوام بگم جنراله. من از 11 تا اتریبیوت شاید واقعا نتونم راجع به 4 5 تاش اصلا وارد بشم با توجه به نوع سرویسی که دارم، ولی خب راجع به چند تاش میتونم وارد بشم. این چیزیه که من یه متریک جدیدی برای ست میکنم، ایموشنال انگیجمنت سفیرمو میسنجم. اگه پاسخ سوال شما این هستش که این تاثیر دارد، بله تاثیر دارد. اگر که ایموشنال انگیجمنت سنجیده نشود، من نمیدونم که آقا دارم واقعا شرایطو بهتر میکنم یا نه. خب بله تاثیر دارد و این خیلی کمک میکنه به ما، تو همه فاکتورها میفهمیم، یعنی میفهمیم کجا مثلا آیا ما واقعا ایموشنالیمون داریم میلنگه به خاطر درآمد راننده یا داره ایموشنالیمون میلنگه به خاطر مثلا به قول من رو احترامی که بهش میذاشتیم و نذاشتیم، یا مثلا ساپورت هم بد بوده، قانونگذاری ناعادلانه بوده، یا من باهاش صادق نبودم یا شفاف نبودم یا هر چیزی. میتونم اون فاکتورها رو حل بکنم. بله این اتفاق افتاده و واقعا روند بهبودی داشته. خب از سمت کاستومر چی؟ خیلی ساید اینم خواستم بگم، خیلی هم ارتباط مستقیم با MPS داره. یعنی فاکتور MPS جدا سنجیده میشه، فاکتور ایموشنال انگیجمنت رو سنجیده میشه و واقعا میتونیم ببینیم. ولی حالا توی ایموشنال انگیجمنت مخصوصا وقتی شاید رقابتی میشه، خیلی به شما این دیدو میده که آیا مسئلت با مخاطبت در بازار رقابتی مسئله برند پوزیشنینگ و مثلا انگیجمنت مشتری با شماست، یا مسئله توی مثلا اتریبیوت‌های اصلیه، مثلا خدمات بد داری میدی مثلا، یا مثلا چه میدونم یه مشکلی داشته اپت کرش کرد، مثلا یه روز مثلا مخاطبت از دست دادی یا هر چیز این شکلی. در دو ساید این قضیه بررسی میشه. اینو به شما بگم که حالا اینم بهت بگم که توی تپسی، ببین تپسی بیزینس نوپاست دیگه. خب همین الانش میزان دیتا دریون بودنش واقعا به طرز سردردآوری زیاده. خب یعنی حجم خیلی زیاده و ما هم همیشه قبل از یه زمانهای خب مشکلات منابع انسانی وجود داره، مشکلات منابع مالی وجود داره و همه این چیزا، یک استارتاپی تا به این رشد برسه همیشه در پروسش نمیتونه همه چیزو داشته باشه. خب شاید مثلا کانسپت مثل ایموشنال انگیجمنت الان که ما خیلی توسعه پیدا کردیم مطرح شده، چون الان ما تو اون نمودار رشدیم، اونجایی که توسعه مهمه، نگه داشتن مهمه، دست ندادن چیز خیلی مهمه. اینجا دیگه چون شیب رشد کوتاه میشه دیگه، اینجا ما باید خیلی دقیق باشیم. الان اضافه شده و الان خیلی جدی گرفته میشه. قبل از اینها لزوما ایموشنال انگیجمنت نبوده، یعنی لزوما وقتی یک کمپین تبلیغاتی میره ولی حداقل چیزها هست مثل اد افکتیونس تست که حالا ما ببینیم که آقا ما این کمپین تبلیغاتی که رفتیم حداقل چیزی که راجبش بسنجیم اینه که اون مسیجی که می‌خواستیم منتقل کنیم مثلا آدمو فهمیدن، آیا بهشون منتقل شد، نگاهشون مثبت بود یا منفی بود یا هر چیزی. بله انجام می‌شده راجب کمپین ها، مثلا شاید موفق ترین کمپین ما چه از بعد اون زمان تو اد افکتیونس تست، چه توی ریکال کردن کمپین ها، رسوندن لیلی به مجنون، نوشدارو به سهراب و اینها بوده، به خاطر کانسپتی که از نظر پرسپشنی و پوزیشنی خیلی تاثیر گذاشته. رسوندن لیلی به مجنون هم کار شماست؟ در کار من نیست، مثلا اون موقع نبود، کار تفسیریه، ولی نوشدارو به سهراب از نظر کانسپتی درک مسیج تبلیغ ما بعد از این برند هلس اندازه‌گیری کردین و به این نتیجه رسیدین که بیشتر شد. بله اتفاق یعنی مثبت، مشتری شما رو بیشتر دوست داشتن. بله اتفاق مثبت افتاده بوده. خب در خیلی کمپین ها هم میشه که اتفاق مثبت نمیفته، اتفاق منفی میفته، یا خیلی کمپین ها هم میشه که مثلا همون چیزی که فکر می‌کردیم مثلا ما هم مثبتش رو می‌بینیم هم منفیش رو می‌بینیم، ولی خب شجاعت می‌کنیم و اون کار رو اصلا انجام میدیم چون بحث پوزیشن کردن یا موارد این شکلی مهم بوده.
بعضی جاها لازمه که شما ادعای یک چیزی رو بکنین، فشار اجتماعی تحمل کنین که بتونین اون کار رو انجام بدین. حالا من راجع به تپسی مثال نمیزنم و کلی دارم میگم. مثلا یه سری آدمی که سیگار رو ترک میکنه میره به همه میگه من سیگار رو ترک کردم، که اگه که روزی خواست بره بکشه انقدر فشار اجتماعی رو زیاد باشه که نکنه. یا مثلا بگه آقا من تعهد کردم که این کارو میکنم. یا مثلا شما میگی به بچت وقتی قول میدی حتما ماه دیگه برات دوچرخه میخرم، وقتی اینو به زبون میاری اون دیگه ازت مطالبه میکنه و تو مجبور به این اتفاقی. اینکه آدم برندها به نظرم شجاعت اینو داشته باشن که چیزی رو که ارزش برندشون میدونن رو به زبون بیارن و حق مطالبهش رو به مخاطبشون بدن. این شجاعت ریسکای بزرگی داره. به قول شما امکانه مخاطب به شما بگه سرویس همون سرویسه، چرا همچین ادعایی میکنی؟ ولی اون میگه خب اوکی من این ادعا رو میکنم، پس اگه با تام پشتیبانی من تماس گرفتی من باید باهات محترم باشم. اونجا آره واقعا شجاعانه است. این که یه سری شاخصای چی میگن، شاخصایی که مستقیما ربطی نداره به درآمد و سود شما رو دارید شاید همیشگی یا پریودیکلی اندازه‌گیری میکنید، خیلی چیزه به نظرم با ارزشی. من این رو خیلی نشنیدم توی کمپانی‌های بزرگ که مثلا یه سری شاخصایی، یعنی توی همه کمپانی شاید یه سری کمپانی تک و توک دارن این کار رو انجام میدن مثل شما، ولی اینکه مثلا مردم چقدر من رو دوست دارن، چقدر الان با من اینگیجن، برند هلس من چقدره نمیدونم، و یه سری متریکای مثل این اندازه‌گیری کردنش به نظرم خیلی جالب. آره ولی به نظر من مستقیما ارتباط داره با درآمد. خب یعنی شاید شما توی نقطه اولیه بیزینس خیلی تاثیرگذار نباشه براتون، چون تازه شما دارین به یک مخاطبی حمله میکنی، یک بخش از بازار داری حمله میکنی، یک بخش از مخاطب میخواد جذب کنی. جمله هم خیلی چیز، این کلمه که داری به کار میبری هم خیلی جالبه، همش داری میگی اتک میکنی به مخاطب حمله میکنی، داری آره روحیه اگریسیوی مثل که بله متاسفانه. شما یه جایی هستش که شما اول یه بیزینس رو راه میندازین که یه بالاخره یک سهمی از مارکت رو دارین بهش میرسین. خب شاید اونجا خیلی خوشو نشون نده، ولی واقعا مخصوصا در یک بیزینس مثل تاکسی اینترنتی خیلی انگیجمنت مهمه. خب درسته. چرا میخوام به شما بگم من باید باورپذیر باشم، من باید بتونم ارتباط سازنده داشته باشم. این که ما فکر میکنیم فاکتور مهم نیست اشتباهه. من میخوام برای شما یک مثالی بزنم. MCI و MTN، همراه اول و ایرانسل، زمانی که همراه اول وارد بازار مخابراتی شد، بازار مخابراتی یک بازار کاملا انحصار طلبانه‌ای بود و مونوپولی بود برای یک اپراتور، و حالا یک اپراتور دومی اومد و وارد شد که خیلی هم تارگت آدینس متفاوتی داشتن. این با یک سیم کارت خیلی ارزون و برند پرسپشن چیپ یا موارد این شکلی وارد شد و بعد هی خودشو پوزیشن کرد. خب خودشو پوزیشن کرد، یه جاهایی برای آدم‌ها حتی لاولی شد و دوست داشتنی شد و آدم‌ها یه جایی به بعد ایرانسل رو انتخاب نمی‌کردن به خاطر اینکه سیم کارتش 5000 تومان بود. ایرانسل رو انتخاب میکردن چون احساس بهتری بهش داشتن. خب اونجا اتفاقا برد اونجا بود، چون شما وقتی احساس بهتری ایجاد میکنی وفاداری مشتری رو میبری بالا، چرخه عمر مشتری رو برای خود میبری بالا و اون مشتری قطعا برای تو درآمد بیشتری هم میسازه. خب و بیشتر هم به تو اعتماد داره. اگه یه جایی ازش بخوای که یه کاری رو انجام بده میره انجام میده. خب اونجاییه که به تو اعتماد میکنه. اگر که مثلا یه جای شما وقتی این پرسپشن رو میسازی که مثلا یه زمانی مسئله همین بحث کرونا، این که تفصیلات به سفیرش بگه نگران نباش، درست طرحه، درست 9 شب به بعد دیگه توقف، ولی آدم‌ها خب میخوان رفت آمد کنن، تو میتونی بری، من به تو کمک میکنم و تو میتونی کار بکنی و درآمدت نیاد پایین. اونجا بعد اول اون اعتماد وجود داشته باشه. خب اگه نباشه من ناوگانم از دست میدم، ناوگانم میره با رقیبم کار میکنه. خب یا مشتری من میره از رقیبم استفاده میکنه و من مارکتم کوچیک‌تر میشه. یعنی یه جایی به بعد این اتفاقا تاثیر مثبت داره. مثلا همین بهت گفتم قبلا شاید این اتفاق نمیافتاد، شاید انگیجمنت یا مثلا انقدر کانسپت های مختلف، زوایای مختلف برند سنجیده نمیشد و صرفا داشت مثلا اتریبیوت های اصلی سنجیده میشد، مثلا قیمت، دسترسی به خودرو، پروداکت و همه این چیزا. ولی یه جایی به بعد دیگه مشتری باید نگه داری، انگیجمنتش مهم میشه و اتفاقا به درآمد شرکت ربط داره. درست، مطمئنا ربط داره. حالا من حالا گفتم مستقیم ربط نداره، بیشتر منظورم این بود که شاید مثلا غیر مستقیم ارتباط پیدا میکنن. نگار دمت گرم، خیلی توضیحاتت خوب و کامل بود و من چند تا سوالام موند، ولی به دلیل اینکه دیگه تایم پادکست خیلی زیاد میشه ترجیح میدم که بذارم برای حالا اپیزود دیگه. اگه افتخار دادی دوباره اومدی پیش ما
ازت بپرسم و با هم یک گپ دیگه هم بزنیم. من الان دیگه سوالی ندارم. موضوعی هست که میخوای خودت اضافه کنی؟ یه چیز خیلی دو تا چیز خیلی کوتاه صرفاً دوست دارم که اگر که بیزینس های نوپا دارن نگاه میکنن یا قرار ببینن به دردشون بخوره، یکی همینه که راجع به مارکت ریسرچ یا هر بودی که مثلا خب مارکت ریسرچ خیلی این روزها کمک میکنه با توجه به اینکه الان تمام کارهایی که در از تو مخصوصا تو کسب و کارهای سریع و رشد یا کسب و کارهای استارتاپی اتفاق میفته، مطرح درک درستی از سفر مشتریه که بتونی در نقاط مختلف مشتری رو نگه داری، برگردونی یا بتونی بهش پروداکت رو پروموت بکنی یا به هم به طور کلی بهش میگیم بازاریابی عمل کردی که زیر ساختش دیتاست. یعنی داری به پلتفرم‌های مارکتینگ اتوماسیون میخوای اشاره کنی؟ نه، میخواستم بگم نقطه در از مهمیه، یعنی مارکت ریسرچ چیزی که نباید میس بشه. خب شما وقتی بحث بازاریابی عمل کردی رو مطرح میکنی دقیقاً به خاطر که یک بخشش داده بیهیویر و رفتاری که دیتابیس خود میگیری، دقیقاً هم بحثی که کردیم، یه بخشی هم در از بیرونیه که بعد ایمپکت و تاثیر کاری که داری میکنی رو بیرون از سازمان و بیرون از اون دیتایی که داری هم ببینی. نقطه مهمیه، یعنی باید حتما در نظر گرفته بشه. حالا شاید یک کمپانی کوچکی باشد که مثل تپسی نتواند انقدر، یا مثل سازمان‌های این شکلی، مثل هر کسی مثل ما، خب یا بزرگتر از ما که دارن این کار رو انجام میدهن این کار رو انجام بدهد، اما در اون اشکال کوچیکش لازمه که این کار رو انجام بشه. ولی من دقیقاً همون حرفی زدم، چون دوست دارم پیشنهاد کنم که اشتباه اتفاق نیفته. خیلی وقت دوستانی هستن که مثلا با من صحبت میکنن یا مشورت میگیرن یا موارد این شکلی. مارکت ریسرچ کار تخصصیه. بله. و حتما انجام بشه و حتما درست انجام بشه. گفتم مارکت ریسرچ اشتباه ما رو یه جاهایی به مسیر اشتباه میندازه. این که من نوعی خیلی جاها من 12 سال تو حوزه مارکت ریسرچ، از عملیاتش، از جذب کلاینت، از ریپورتش، از اجراش، تحلیل تا همه این چیزها انجام دادم. هنوز که انقدر این دریا بزرگه، هنوز شاید نصف از کارامو مجبورم بدم آدمای متخصص‌تر از خودم، خب، و بهشون اعتماد میکنم و اجازه میدم که این کار رو انجام بدن. خیلی جاها سعی میکنم دیدمو نزدیک کنم. مثلا من اگه قراره راجع به پروداکت ریسرچ بکنم، من یک مارکت ریسرچرم، اما یک پروداکت ریسرچر یا یک پروداکت دیزاینر بهتر پروداکت رو میشناسه و من نیاز دارم که به تخصصمونم اعتماد کنم و زبان مشترک باش بسازم. پیشنهادم اینه که مارکت ریسرچ انجام بشود، اما درست انجام بشود. دیتای اشتباه تصمیم گیری اشتباه میاره. کار باید متخصصش سپرده بشه، اما باید کراس فانکشنالی هم به زبان مشترک رسید. یعنی باید سعی کنن که اگه یک کمپانی کوچیکن قراره اوتسورس بکنن، بدن به یه تیم حرفه‌ای، سعی کنن قبلش نیازشون رو، پینشون رو، مشکل و مسئلهشون رو با همون زبان تخصصی خودشون که پروداکت، اقتصادی، بیزینسی، هر چیزی هست توضیح بدن و از نیروی متخصص بخوان اون کار انجام بده. اون نیروی متخصص کار خودش رو میفهمه، شما هم کار خودتون میفهمی، بعد سعی کنید زبانتون با هم یکی کنید. انجام دادنش، درست انجام دادنش با نیروی متخصص انجام دادنش و با زبان مشترک منظور همدیگه رو فهمیدن، اون موقع میتونه نتیجه مثبت داشته باشه. در غیر این صورت با نیروی غیر متخصص، با زبان غیر مشترک، با درک نکردن مسئله به هیچ جایی نمیرسه. جوابهای قانع کننده ای نخواهد بود و تصمیم گیری های اشتباه روش اتفاق میفته. درست. مرسی از توضیحاتت. خواهش میکنم. خیلی لطف کردی، امروز اومدی مهمون ما بودی. من به شخص خیلی استفاده کردم از توضیحاتت و بازم ازت ممنونم. خواهش میکنم. مرسی. ممنون از شما که افتخار دادید. مرسی.